کسانی که علاقه ما رو تماشا میکنید لطفاً میگفتید که صفت صدا چی خیلی است برنامه رو سر میکردیم. صدای من شنیده می شود دوستان؟ یکان کس می نوشت در چت یوتیوب. گفتن که صدا خوب است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز گرامی، برنامه گفتگو هست. با شما شوکت محمد هستم و امیدوارم که در خاندان یکایک شما تنجی و امانی و آسایشتگی هست
با فرهمندی، خوشنودی، خانه آبادی زندگی خود را دوام داده ایستادید و امیدوارم که در برنامه امروزه فعال خواهید بود و همگی با هم این برنامه را گرفته میبریم و درباره موضوعی که امروز ما مطرح میکنیم این موضوع نامش ملتگرایی است، یعنی رفتارهای نزدیک به فاشیسم در حکومت جمهوری تاجیکستان، یعنی در رژیم تاجیکستان. ما در این باره صحبت میکنیم. تماشابینان عزیز، این موضوع رو من میخواستم یک کمتر پیشتر مطرح کنم، ولی چند چیز پیش روی ما رو میگرفت. بسیار چیزهای پیچیده وجود دارد که هم جنبه های منفی دارد و هم جنبه های مثبت دارد. مثلا گریم نمیتونی که بعضی از رفتارهایی که حکومت کرده ایستاده است به طور 100% بگویی که این نادرست است. این کاری کرده ایستادگی حکومت نادرست است. خصوصا مسئله ملتگرایی هم بگوییم، اگر نمیتوان گفت که مثلا گریم همه کاری که حکومت تاجیکستان، رژیم جمهوری تاجیکستان کرده ایستاده است همش نادرست است. جایهای درستش هم وجود دارد. برای همین مسئله که درباره ملت کار می رود و گپ می رود باید با احتیاط صحبت کرد، آگاهانه صحبت کرد و اگر جانب حکومت را یا که رژیمی که امروز مسئولیت یک دولتداری در گردنش است، اگر یگان انگشتی گناهکار کنی به سویش اشاره میکنی، باید دلیل های وجود داشتگی باشد، باید طرز بررسی کرد، طرز محاکمه کرد که سازنده باشد نه سوزنده. انا برای همین این مسئله که هم تو مسئله خشک خالی فقط بدگویی کردن نیست یا اینکه فقط تنقید کردن نیست، باید به چیزهای اشاره شود که در آن مسئله یعنی به اصلاحات نیاز هست. حالا چرا این موضوع مطرح می شود؟ برای اون این موضوع مطرح می شود دوستان عزیز که نگرانی وجود دارد از کار و رفتاری که حکومت امروزه، رژیم امروزه کرده ایستاده است در تاجیکستان. نگرانی به میان آمده است. یعنی شخصا من خودم از همین رفتارهای نزدیک به فاشیسم در حکومت تاجیکستان خیلی نگران هستم. چرا؟ عاقبت همه گونه رفتارهای نزدیک به فاشیسم، یعنی حکومت را به تارمار شدن، به از بین رفتن، نیست و نابود شدن برده رساندگی است. پارچه پارچه شده رفتن برده رساندگی است و عاقبت بدش از همه بدش چی است میدونید؟ انا همین دعواهایی که یعنی حکومت رو به فاشیسم میبیارد با دعواهای ملتگرایی، مثلا گریم برتریت خواهی، یک مثال گریم تاجیکان از همه بالایان، آریاییان، اینهان و یان گفته این قدر همین خیل به طور مکسیمالی یا که به طور اکستریمیستی یا فوندامنتالی گرفته میبری که مثلا در اینجا اقلیت ها، مردم های دیگر که در یک کشوری گوناگون ملت در آنها نگرانی به وجود می بیاید، این و آنها در همون وجود خودشان خرد شدن را احساس میکنند، بوغ شدن را احساس میکنند، نابود شدن را احساس میکنند. این تا رفت همون ریشه دولتداری را ضعیف کردن میگیرد، نسبت دولت بدگمانی را بیشتر کردن میگیرد و اکثریت در یک مردمی، در یک کشوری گوناگون ملت، اکثریت وقتی که خودشان را در حالت خرد شدن، در حالت
پخش شدن و فشار شدن میبینند، اینها کوشش میکنن که کاش همین دولت نبود. اولین چیزی که به سرشون میبیاید کاش همین خیلی دولت نبود. برای پیشگیری این گونه کارها در کشورهای متمدن به همه نمایندگان اقلیت ها، به همه مردم یک آزادی نسبی داده شده است. مثلا تاجیکا چند سال شد به اروپا آمدن، حالا در این بعد اتحاد شوروی پاش خوردن، مثلا گریم شاید در این 100 ساله ها، شاید در چند صد ساله ها نو به تاجیکا از تاجیکستان به اروپا هجرت کردن، شاید این یک تجربه نو باشد در عموم، شاید در تاریخ تجربه نو باشد. الکی در چندین کشورها دیاسپوری تاجیکان وجود دارد. تاجیکان مثلا گریم مکتب‌های تعلیمی زبان تاجیکی خودشان رو دارند، زبان فارسی می آموزانند، دین اسلام می آموزانند، مثلا گریم در همون فرهنگ خودشان رو تربیت میتیان. ما در لیتو وجود دارد، در آلمان وجود دارد، در لهستان وجود دارد مثلا. و یعنی باز توصیه هم میدهند در مکتب ها که در خانه با زبان خودتان گپ زنید. با طلبه های مکتب توصیه هم میدهند که در خانه با زبان خودتان گپ زنید. یعنی به جای اینکه فشار بیارند، کمک میکنند که تو زبان خودت رو حفظ کنی، فرهنگ و مدنیت خودت رو حفظ کنی. این شانس داده می شود. در تاجیکستان برعکس فشار آورده می شود. انا همین رو میگویند رفتارهای مانند نزدیک به فاشیسم. تماشاگران عزیز، فاشیسم همچون یک شکل حکومتداری خودکامه و تتالیتری با محدودسازی آزادی های شهروندی، سیاست دیگران را دور کردن از همون اهمیت مرکزی، تعقیب مخالفان، همین در عموم همین خیل خصلت ها در تاریخ سیاسی جهان یک تجربه بسیار خطرناک است. لیکن گرچنده که همین مفهوم فاشیسم رو ما اصلا در همین عصر گذشته، در میانه های عصر گذشته، مثلا این فاشیسم رو گیتلر به تاریخ وارد کرد، امروز تحلیلگران سیاسی معاصر، تحلیلگران دوره ما، روندهای مانند به همین فاشیسم رو در دولت‌ها از جمله در تاجیکستان مشاهده میکنند. همین برنامه امروزه ما تماشاگران عزیز در همین باره است. یعنی رفتارهای حکومت تاجیکستان را در ارتباط به نشانه‌های فاشیستی همین روز تحلیل و بررسی میکنیم تماشاگران عزیز. همین فاشیسم چه نشانه‌ها دارد؟ یکی از ویژگی‌های اساسی فاشیسم این ایجاد نظام مرکزی است، نظام متمرکز، یعنی با توجه زیاد به رهبر مطلق. الکی این در تاجیکستان هست. از سالهای 2000 به این طرف امام علی رحمان به طور منتظم به سوی ساختن یک نظام شخصیت پرستی حرکت میکند. با پیام های تلویزیونی، سخنرانی های پی در پی امام علی رحمان اگر اهمیت خودش جناب عالی گفته گم میزند. و من گفتم که جناب عالی، من به شما یک شکایت دارم. گفتم خودش رو جناب عالی گفته گپ میزند. این نشونه چی است؟ دیگرها با او باید با همین گپ مراجعت کنن یا مناسبت کنن. مثلا گریم در چند جای خوجند دامهای بلند، یعنی خانه‌های بلند آشیانه، تریزه مثلا گریم یک آشیانه بلندی نو آشیانه پورتریت امام علی رحمان است. گوجای نبینی پورتریت امام علی رحمان است.
من همینجا در اتریش زندگی میکنم، در یگان جا و جز همون وقتهای معرکه های انتخاباتی رسمی رئیس جمهوری همین کشور رو ندیدم. در یگان جا رسمش نیست. یعنی در این کشورها بر رسم مثلا به پارتریت خونه مردم تاریک کرده، پارتریت های کلان زده، یعنی هر کجا چشم نزنی همون پیشوای ملت جناب عالی، البته در درون ناخونه، یعنی به همین چیز نیاز دارد. به همین چیز نیاز دارد. گفتن گپ همین است که این آدم همین آدم نیست، باید خودش همین آدم نشان بدهد، یعنی بزرگ نشان بدهد. رسمش مثلا گریم رسم یک دوم نیو اتجاکتی برابر، یعنی همین خیلی بزرگ نشان میده، هر کجا پیشوای ملت جناب عالی، یعنی به همین خیلی کلیچکه ها خودش آدمی خرد است، خودش آدمی ناتوان است، خودش آدمی ناکس است، پست است، رذیل است، یعنی فقط به کلیچکه ها که خودش بالا گرفتن میخواهد. این هم نشانه های فاشیسم است. درون پوری مثلا گریم علنگه های فاشیستی است و با همین چیزها فقط در تلویزیون او را بگویند، به همین چیز نیاز دارد. اگر در تلویزیون فقط او را گفته نیستند، در هر کجا پارتریتش رو اگر زدن نمانند، مردم به زودی او را فراموش میکنند. چرا؟ کارش رو نمیبینند. چیکار کرده ایستادش نمیبینند؟ اگر پارتریت هایش رو نبیند، مثلا گریم در تلویزیون در یک کلمه یا که در یک برابر هر یک جمله گفتن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم، گفت همین کلیچکه‌های نچسبونند، او هم تو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گفتن، همون خودش در سطح خودش میموند، هیچ چی نداشتگیش معلوم میشود و با آسانی از یاد مردم میرود، چون که او مردم نه کارش میبینن، نه پیشرویش میبینن، نه رفتار درستش میبینن، نه خدمتش به مردم میبینن، یعنی بسادگی با آسانی از یاد مردم میرود. برای اینکه از یاد مردم نرود، انا همین خیلی رفتارهای میکنن. انا همین فاشیسم است. یعنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فاشیست است. یعنی برای اون که مثلا گریم همون چی باشد، در ما پیشوای ملت میگن، در مثلا گریم در زمان گیتلر های گیتلر، انا های گیتلری ما مثلا گریم امامعلی رحمان است. انا برای همین کوشش میکند که نهادهای مستقل وجود نداشتگی باشد، چون که نهادهای مستقل یعنی آزاد گپ میزند. وقتی آزاد گپ میزند از عیب و نقصان ها یادآور میشود، از کمبودی ها، از نارسایی ها یادآور میشود، از ناتوانی های حکومت یادآور میشود. برای همین این چیز یادآور نشده نیست. یک کمپلکس خودکامبینی اجازه نمیدهد که این چیزها و مرده رسمش به اینجا کشاله میکند، پارتیش به اونجا کشاله میکند، در تلویزیون بر روزش بیچاره چند ژورنالیست گپ میزنند، جناب عالی گو پیشوای ملت گو محترم گو پرزیدنت گو گفته، اکنون چهار مثلا گریم رسانه مستقل پیدا شده، بعد سونی کامبودی به اشاره کنند در همین ها مرده پارتیش همه جو به بانر میکند، تو میبروید از کامبودی گپ میزنی؟ نه آخر نباید باشه. بیچاره یکم کار نشون داده نمیتوند، یکم پیشروی نشون داده نمیتوند، نیاز دارد به این چیز، یعنی پیش روحی تنقیده بگیرد، پیش روحی ذکری کمبودی ها را بگیرد، چون که بیچاره چیکار کرده ایستاده است نشون دهد که با تو بیایی کمبودیش ذکر کنی. برادر عزیز سلیم جان، سلطان زاده، مهمان گرامی ما، خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. خوب هستید؟ سلامتون است؟ حال همین خیلی
طرز موضوع شدمگی حالا یعنی به سری موضوع از مقدمه به سری موضوع رفته نرسیدم. با هر حال شما انتظار نکردم گفته چی کردم داخلتون کردم. همین یک چی هست، یک عالمی وی هست میگوید که آرند نظام فاشیستی میگوید یک دستگاهی استثنایی رو میسازد که در آن مخالف فکر کردن یعنی برابر با خیانت است. یعنی اندیشه دیگر داشتن این خائن بودن است. همین در تاجیکستان عیناً همین خیلی است. اکنون نشانه های انمی فاشیستانه رفتار کردن نسبت مردم نسبت جمعیت، حالا ملی گرایی به نرفتیم، حالا همین چی گویم مثلا گریم احزاب مخالف ممنوع میکند، تعقیب سیاسی، بازداشت، شکنجه، به سالهای طولانی به پشت پنجره پرتافتن زندانی ها، مثلا گریم فشار بالای خویشاوندان زندانی ها، یعنی وی جزای کلکتیوی مثل همین نشانه های فاشیستی در تاجیکستان هست. بر ضمن این حالا مردم میخوان در یک چیزهایی مثلا گریم شعارهایی که ناسازگار با جامعه تاجیکستان است، تاجیکستان با اون وارد کنند. ما آریایی نژاد هستیم، ما از مثال گریم نسل کهن هستیم، نسل قدیم هستیم، ما تاجیک بودیم، مثلا گریم فلان تاریخ داریم. هم بسیار خوب است برای هر یک ملت این چیز ضرور است که مثلا گریم تاریخ کهن خودت بدونی، مثلا گریم فرهنگ خودت بدونی. یعنی این فرهنگ و تاریخ و این چیزها یک نشان ملت است، باید با این چیز معرفی شود بله. لیکن با ان همین رفتار اینا چیکار میکنن؟ در یک کشوری گوناگون ملت با دیگر اقلیت ها فشار میبرند. مثلا گریم تاجیکستان فقط تاجیک وجود ندارد، فقط تاجیک نه، تاجیکستان مثلا گریم ازبک ها داره، تقریبا از 20 تا 25% تشکیل میکنن. مثلا گریم قرغیز ها هستن 7 تا 10% اهالی تاجیکستان تشکیل میکنن. مثلا روس ها هستن، در سالهای اتحاد شوروی 30% اهالی جمهوری تاجیکستان روس ها بودن. اوز نمیدونم 5% 10% نمیدونم. خیر عموما تاجیکا در تاجیکستان حالا در بدخشان مثلا گریم یک چند زبان وجود دارد، زبانی روشانی و خوانی اینها، و در تاجیکستان تقریبا همون ماکسیموم 70% اهالی تاجیک است. ماکسیموم. اگر به نظر من 60% زیاد نیست. به نظر من ماکسیموم 60. حالا اینجا اولش که سلام علیکم. و علیکم. برادر شوکت کپتان بریدم عذر. حالا شما واقعا صحبتایی که میکنید این موضوع واقعا موضوع خیلی هم مهم است هم کلان است که چند عامل ها دارد، سبب ها دارد. هر یک سبب و عاملش باید که یک موضوع علاوه صحبت کند، اما به هر حال همین موضوعی که شما مطرح کردید این مهم است. اینا حالا در شرایط امروزی تاجیکستان در داخل تاجیکستان این موضوع که شدن میترسن برای که متهم نشوند با محلگرایی است، نمیدونم با ملتگرایی است، خلاص با جدایی اندازی است، خلاص هر چی که باشد این موضوع رو برداشتن میترسن. اما این موضوع باید گفته شده شود، موضوع گفته شود، بررسی شود. شاید من فکر خودم دارم، هر یک از فکر خودش داره، شاید فکر من خطا باشد، شاید فکر یک نفر دیگر از من درست‌تر باشد که اما اون معلومات من ندارم. و همین خیلی گفتگوها خیلی خود شما تشکیل کردید، انا همین سبب میشد که همین موضوع ها سایقل یا بنی همون قره های سنگ
خیره‌های سنگ با یکدیگر باعث مالش یافته سنگ گفته روسا که همین اوگلش هم برچک سنگ یعنی خورده می شود و یک تحملگرایی بین ما هم پیدا می شود. اینجا حضور برادر عزیز یکی از سخن بسیار خوب گفته که در نظام امروزی حکومت تاجیکستان با بهانه ملت سازی و دولت سازی حقوق دیگر قوم و ملت هایی که اقلیت هستند پایمال شده است. من میخوام در همین نقطه کمتر صحبت کنم اگر اجازه بدید. بفرمایید. البته در ملت سازی در یک دولت سازی برای تاجیکستان امروزه مهم است چون در تاجیکستان خودش را وقتی که مستقل اعلام کرد همچنین یک دولت مستقل تاجیکستان سر صحنه سیاسی آمد در خریطه پیدا شد. البته خصوصیت خودش باید داشته باشد. همچنین یک تاجیکستان یعنی چی است، یعنی کی است، کیها هستند اونجا. فرضاً وقتی که ما یک کشور دیگر رو مثل انگلیس رو میبینیم یعنی اونها انگلیس ها هستند، از نظر ما آلمان رو میبینیم اونها آلمانی ها هستند. خب بعد یعنی تاجیکستان یعنی اونها تاجیک ها هستند. اما من یا که من اولا که در فرانسه قرار دارم تمام مردمی که در فرانسه است اونها رو فرانسوی میگویم، درست، اما در برابری که اونها رو مثال فرانسوی گویند یا مثال اونها رو آلمانی گویند، اون ملت هایی که در اونجا زندگی میکنند، اون ملت هایی که در اون منطقه در این کشورها زندگی میکنند، آنها هویت خودشون نگاه داشتن و این هویت خود رو برای نگاه داشتن دولت برای اینها شرایط مساعدت کرده فراهم آورده است. خیلی مثال همین یک دولت لوکسمبورگ است، مایده شاید که همین برابری همین شهر خوجند باشد، قول انیق نمیدونم. در همین کشوری که خورده کرد که خیلی اقتصادیاتش پیشرفته است و دیگر شرایط زندگی خیلی سبک است. ما چند بار سفر داشتم، یکی از سبکی‌هایی که برای مردمش داده شده است یعنی وقتی که شما شرکت می‌سازید و به اقتصاد سر و کار میکنید 1% از اندازش 1% یعنی تو 1% از درآمد از انداز میسپاری و دیگر کارت پیش میرود. فقط یکی از شرطایی که باید که تو شرکت رو در این کشور کشایی باید که یکی از سهامان یا شرکت در همین اقتصاد باید شهروند همین کشور لوکسمبورگ باشد. خیلی از نگاه اقتصادی یا از نگاه اجتماعی فرضاً تمام نقلیات های جمعیتی بپول هستند، رایگان است در لوکسمبورگ، برای مردمش تمام این مسئله را حل کرده است. حالا گپ درباره آن است که در همین کشور خردکت 3 زبان دولتی هست، 3 زبان فرانسوی، زبان آلمانی و زبان مردمی که در همونجا هستند یک قسم یا مردم لوکسمبورگ رو تشکیل میکنند. همین 3 زبان لوکسمبورگی گوییم. 3 زبان در همونجا یعنی در رسمیت است. یک اعلان رو نوشته است فلان فرضاً اعلان شهرداری شهری مثال لوکسمبورگ، همین در همین یک کلمه شهرداریش با 3 زبان نوشته است، آلمانی، فرانسوی و همون زبان لوکسمبورگی گوییم. یعنی این چی معنا دارد؟ هم شهروند همین کشور همین منطقه اگرچه او زبانش فرانسوی است یا آلمانی است از یکدیگر در حقوق فرق نمیکنند، هر دو برابر حقوق هستند و دولت چنین شرایط رو فراهم آورده. اما حالا اکنون برمیگردیم به تاجیکستان. چه که حالا گفتید در تاجیکستان غیر از تاجیکان دیگر ملت ها هستند. مثال حالا ما میگم از ملت های مثال ترک زبان هستند، مثل ازبکان، مثل خلق هستند، دیگر هستند، یا مردمی بدخشان با زبان های خودشان هستند، مردمی زبان های پامیری هستند. اینها همش در عموم با زبان‌های گوناگون یا که در ولایت سوغد و در شهر اطراف شهر دوشنبه مردم هستند زغ زبان، مردم یغنابی‌ها. من خودم که در ساکن ناحیه ظفرآباد هستم با یغنابی‌ها بسیارتر من رابطه دارم، یارو رفیقانم هستن. یعنی من میدونم که در تاجیکستان گوناگون زبان هست، از مردم‌های گوناگون هستند، اما حقوق حقوق دیگر مردم در تاجیکستان پایمال هستند، دیگر قوم اقلیت‌ها پایمال هستند. اینا ببینید مثال عادیش مثال همین مردمان زبان سوغد زبان یغنابی‌ها در اصل گریم وقتی که ما عالمان ما یا ما مردم ما بحث میکنن با یک مردم یا قوم دیگر یا همین در منطقه با دیگر کشورها یا قوم‌ها ملت‌ها بحث میکنن که کی کهنه‌تر و کی صاحب همین منطقه است و اینها روی میارن با یغنابی‌ها، میگن که یغنابی‌ها فرضاً از فارسی زبان‌ها هستند
و آنها مردم قدیمی با از باقیمانده‌های مثال همین سعودیان هستند. میگوییم دعوا میکنیم از سطح راهبریت تا سطح یک ساکن عادی، اما در رزولتاتش در نتیجه در داخل تاجیکستان چی هست؟ آیا همون مردم یغناب ما اون چیزی که اون خیلی که استفاده میبریم برای به دیگران خود رو معرفی کردن، تاجیکان رو تاریخ رو معرفی کردن، آیا در داخل ما آنها رو همین خیلی حرمت و احترامشون رو به جا میگذاریم یا نه؟ حتی همین مردم با زبان خودشان مکتب ندارن. یعنی تو دعوا داره که ما نشانی ما منی سعودی ها هستند، اما سعودی ها رو در خانه شان حق نمیده که با زبانشان مکتب خوانند، حق نمیده که در خانه شان کتاب نشر کنند، وسایل اخبار عامه داشته باشند، رادیو داشته باشند. در تلویزیون در تمام 30 سال 1 ساعت با زبان یغنابی یا با زبان پامیری تو برنامه تشکیل نکرده، یعنی تلویزیون های دولتی. این است موقع و چی گویم حال ارزش این قوم و ملت ها در نزد حکومت تاجیکستان. واقعا در این از روی این نگاه گفتی شما برادر شوکت که نظام حکومت تاجیکستان یک نظام فاشیستی است، من راضی هستم، چون که او با یک ملت سازی سنئی دیگر ملت ها رو پچخ کرده است، دیگر ملت ها رو زیر ظلم قرار داده است و حقوق آنها رو پایمال کرده است. و متاسفانه ما این را در چی میبینیم؟ دیگر قوم و ملت ها در داخل تاجیکستان هستند، آنها گفته نمیتوانند این پرابلم را. یگانه نفری که حاضر در بیرون تاجیکستان از این پرابلم گپ میزند کی است؟ برادر ما اکمل استانایف است و دوستان ما پامیری هایی که در بیرون هستند، آنها میتونن این حرف رو گفت. یکی از آخرین نفرهایی که گفت من پامیری هستم این چهارشنبه بود بردن زندان کردن تا که مقصود برای همین حرف است. این نشانی فاشیستی به نظر من دوستان، اصلا نگرید به نظر من همین زبان ها برای تاجیکستان یک گنجینه هستند. بله یک گنجینه هستند، باید حفظ کرد. حالا مثلا حتی ادبیات ندارن، در مکتب درس گفته نمیشود، مثلا اکادمی علم های تاجیکستان بولوش کار نمیکند. اگر این نه فشار بلکه اگر اینها تبلیغ کرده شوند، دستگیری کرده شوند و در مکتب ها ساعت های درسی زبانشان باشد، زبان یعنی زبان مادری اونها مثلا گریم زبان مثلا شغنونی است و خونی است اینو است و اونها زبان مادرشان حق دارن که حق کنستیتوسیونی دارن که در مکتب ها درس گیرند، گراماتیک زبانشان رو آموزند. مثلا نه برعکس باید این زبان نابود کرده شود. حالا همین زبان یغنابی، زبان سعودی میبخشید، زبان سعودی پیش از برنامه به یک چند مردمی بدخشان تماس گرفتم. نه فقط اینکه مثلا در مکتب ها درس با زبانشون نیست، برعکس حتی مثلا گریم معبود با زبان خودشون گپ زنند، اونها براشون فشار آورده می شود. اینجا تاجیکستان است، مثلا گریم باید با تاجیکی گپ زنی. این فاشیستی است، همین فاشیسم است. در همین مثلا گریم یک کم در روسیه همین گونه فاشیستی وجود دارد. اینجا روسیه هست، باید به زبان روسی گپ زنی. همین خیلی در چند کشوری دیگری دنیا بودم من این خیلی گپ وجود ندارد. ولی همین اوکراین رو با فاشیستی روسیه متهم میکنن. 5 سال در اوکراین بودم، یگون بار به زبان اوکراینی گپ نزدم، فقط به زبان روسی گپ میزدم 5 سال. الان شما نگاه کنید که مثلا در ترکیه بودیم همین خیلی گپ وجود نداشت. مثلا در همین کشورهای اروپایی در یگون تاش در کوچه به زبان نمیسی گپ زدن، ها که به زبان فرانسوی گپ زدن، گفتنی گپ وجود نداره. اینجا فرانسه است مثلا. هم در تاجیکستان باشد حتی همین یک گنجینه زبان خودی است، یگون کس از بیرون اون زبان رو نآورده است. همین کارها. حالا یک چیز برای چی من نگران هستم؟ نگرانی من همین است که وقتی تاجیک میگیم امروز همین خیلی قول اکمل میبراید. من برای چی با برنامه اکمل دعوت کردم؟ اکمل با این آدم‌ها به این حالت اومده رسیده گپ برآوردگی هستن که مثلا گریم تاجیک گفتنی ملت نیست، یعنی چی برعکس دودگی است. عکس العمل عکس العمل میشه، هر یک کشور عکس العمل همین گپ ها
یعنی عکس العمل همین گپا توجیه گفتن ملت نیست. از روی تاریخ من دکزات میکنم که این گونه ملت نیست. این یک مثلا این ملت سیاسی است مثلا گره تو مثلا گریم بهترین بچه‌های مثلا گریم چیم. حالا بعد این حرفای شما حالا باور کنید باولای شما چقدر با حرف و کلمات زیاد میگن، اما همین رفتار حکومت تاجیکستان، همین رفتار رژیم یعنی مردم مجبور کرده ایستاده است که همین اقلیت‌های مجبور کرده ایستاده است که توجیک بدبین شوند، توجیک بدبین شوند، با بیان بگن که ما بودیم هستیم در تاریخ هستیم شما نیستید. بله. حالا من همین در یک روز من خاطرم در ذهنم یک چیز موندگی است. در کوچه همین زفرآباد رفته بودم، یکی از همسایه ها میبینم ازبک زبان است، خرسند آمده است، خرسند. من گفتم حالا نامش نمیگیرم، برادر همسایه ازبک ما اونجا در زفرآباد مردم آمیخته زندگی میکنیم، توجیک، ازبک، یغنوبی، هم هر خیل، حتی همسایه پامری هم دارم. همون همسایه ازبک هم خرسند آمده است. پرسیدم اکو تینجی برای چی خود خرسند آمده است؟ گفت رفتم زاکس متر کی بچه‌مو ایواز کردم. من گفتم چیکار خیلی ایواز کردی، چیکار کردی؟ با گفت که بزاده گذراندم، زاده گذراندم. من گفتم برای چی این کارو کردید؟ چون که آدمی که در سیاست میگرده در هر یک عملی یک شهروند میخواهد یک چیز پیدا کنه، سبب عامل هاش. من سوال دادم در ذهن پیدا شد، من گفتم برای چی این کارو کردید؟ گفت که اینا بین گفت من خودم ازبک، من بچه‌ام مثال ازبک، اما با فامیلی ما فامیلش هم عیناً کلمه‌های ازبکی هست، سال نامش نمیگیرم. گفت با این نسب و نام نسب ازبکی من آینده فرزندام در یگان جا کار کردن نمیتونن، اونا آینده ندارن و برای اون که برای اونها من آینده سازم، من اونها رو نسبشون زاده کردم، توجیکی کردم و اینچنین به ملتشون توجیک می‌نویسن اکنون. این تراژدی است، تراژدی، این مصیبت است که ما در تاجیکستان مردمی که مثال همین کشور رو تشکیل کرده، مثال همین اکثریت هستیم، حقوق مردم تهجویی، مردم اقلیت رو تو آن حال تنگ و وزین کردیم که آنها مجبور شده هستند از هویت خودشون دست کشند. این نشان ناعهده برای حکومتداری امروزی ما است. این نشان پایمال کردن حقوق مردم، حقوق ساکنان، حقوق شهروندان است. وقتی که یک غیر تاجیک مجبور می شود نام و نسبش و حتی ملتش در شناسنامه‌اش عوض کند تا که آینده فرزنداش رو سازد، این مصیبت است برادران. بله. حالا یک نفر هموطن چیزی گفتنی هستن، گپشون رو گوش کنیم، با برنامه ادامه میدیم. هموطن بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. صدا هست؟ صداتون هست، بفرمایید. شما با من میخواهید بحث کنید یا که دو کلمه گویم روم؟ با شما با خود من میخواهم با شما بحث کنم. بفرمایید. طاقت این رو دارید؟ طاقت این رو دارید؟ بله بفرمایید. یگان مشکل ندارد. برادر شوکت، یک 10 دقیقه ما بیرون شده میستم، شما با برادر بحث کنید اگر من ولی ضرورت نداشته باشد با من. بفرمایید، گپ زنید. اول اینکه من میخواستم با اون نفرانی که برسونم که در اینجا گپی زیادی نشود، من همچون شهروند جمهوری تاجیکستان همین رژیم رو فکر نکنید من حمایتگر رژیم دیکتاتوری اویلوی هستم. این رژیم در حقیقت رژیم دیکتاتوری اویلوی مفلس است. اکنون میگذاریم به طرف شما که مردم بدوند که من طرفدار این رژیم نیستم. چرا شما به نام وطن دوستان عملهای دیکتاتور رو به ملت ربط میدهید؟ سوال به شما، چرا؟ به ملت؟ بله، به واسطه به ملت. در تاجیکستان، شما گوید که در تاجیکستان فاشیسم است. از کجا این رو شما گرفتید؟ فاشیست شما دیگر موضوع نمی‌یابد که اثبات کنید که رحمانوف جنایتکار است. به صبر کنید، من تا آخر گپ رو میگم، بس ما جواب بدید. برادر صبر کنید.
نه صبر بعد کنید. صداتون نمیشم بعد بگم بزنید. نگاه کنید سوال دادید. یکم اول مغالطه کردن شما از بین بریم بعد با برنامه دوام میتیم باز گام بزنید. یگان بار در یگان جا من چندین سال باز برنامه میکنم گپ میزنم رادیو تشکیل کرده بودم از سال 2019 تا سال 2023 در یک روز 100,000 آدم گوش میکرد. یگان بار یگان مراتبه در یگان جا من ملت تاجیک فاشیست گفتگی نیستم. من درباره رژیم تاجیکستان گپ زده شدم، درباره امام رحمان، درباره حکومت گپ زده شدم برادر عزیز. برای شما همین میگویید که در وقتی که شما گپ میزنید گوش کنید. در اول گپ به تاجیکستان اهمیت فاشیسم است. گپ گوش کنید که گپ درباره چی رفته شده است بعد باید دوام تیم. فهمیدید برادر عزیز؟ من گپ شما را گوش کردم. شما میگویید در تاجیکستان فاشیسم است. این رو شما از کجا گرفتید؟ بله در تاجیکستان رژیم فاشیسم جوری کرده شده است. رژیم فاشیستی رو از صبر کنید. فاشیست رو از دیکتاتور فرق کردن نتونه اول در کن. گوش کنید برادر عزیز. همین دیکتاتوره یک شاخه فاشیسم است. صرفا میروید به همین دیکتاتوره یک شاخه فاشیسم است. یعنی یک کس گام میزند. هیتلر دیکتاتور بود. یعنی همین هیتلر فاشیسم است. همین نظام دیکتاتوری داشت. همین چیز به صرفا میروید؟ البته صرفا میرم. وقتی که صرفا میروید نگوید که دیکتاتوری از فاشیسم جدا کن. همین دیکتاتور یک شاخه فاشیسم است. فاشیسم یعنی دیکتاتور است. یعنی یک کس دیکتاتور میکند. فاشیسم همین است. همون میکشد، همون میسوزد، همون زندانت میکند، همون قانون است. گپش از قانون بالا میایستد. انا همین است. وقتی که درباره فاشیسم گپ میزنید برادر عزیز، امروز اومدید اکنون وقتی که درباره فاشیسم گپ زده میشود این درباره دولت و درباره ملت و درباره خلق نه. فاشیسم این خاصی رژیم است، خاصی حکومت دار است برادر عزیز. فهمیده شدید؟ یعنی رفتار فاشیستی خاصی حکومت دار است، یعنی سیاست پیاده کرده حکومت است. شاید توسط بعضی از قشرهای جامعه مثلا گریم در روسیه مثلا گریم سکینخند ها همین سیاست فاشیسم چی میکنن؟ پیاده میکنن. خدا به شکر که در تاجیکستان فقط رژیم رو به فاشیستی آورده است، مردم نه. لیکن در قشرهای علاقیده هم در تاجیکستان الکی طبق همین سیاست حکومت رفتارهای فاشیستی دیده میشود. این خیلی نگران کننده است. مثلا گریم ما اوریاییم، ما اینیم، ما کروشی کبیر داریم، ما سوق داریم، بختر داریم. گفته چیکار میکنن؟ یعنی بلند برداشتنی چی هست؟ یعنی بلند برداشتنی فقط خود باشد هیچ گپ نیست. با فشار آوردن به اقلیت های دیگر این خیلی خیلی خطربار است. این در کجا قانون جمهوری تاجیکستان صبر کنید. در کجا قانون جمهوری تاجیکستان گفته شده است که با زبان ازبکی گپ نزنید، با زبان سعودی گپ نزنید؟ در کجا گفته شده؟ با اون فخر داشته باشیم این چیزی دیگر. لیکن خود برتربینی خیلی خطر دارد برادر عزیز. بفرمایید. یک بند قانون رو بیارید که یگان زبان رو در تاجیکستان محدود کردن. یا بند قانون رو بیارید. نگاه کنید. به صبر کنید. بند قانون ماده فلان قانون وجود ندارد. یکی فلان در تاجیکستان با زبان ازبکی گپ زدن ممکن نیست. بیارید. نگاه کنید. در تاجیکستان دعوای ما این نیست که مثلا گریم در تاجیکستان سرقانون تاجیکستان میگوید که در تاجیکستان همه اقلیت ها برابرند، دین و مذهب آزاد است. در یگان جا نگفته است که با زبان ازبکی گپ نزن، با زبان سعودی یا یغنابی یا بدخشانی گپ نزن. این چنین نیست. خانتون نزنید. من به این گپ تو راضی هستم. درست است 100%. اما در تاجیکستان از قانون گپی رهبر گپی پرزیدنت بالا میستاد. از قانون گپی انا شما به نقطه اساسی آمدید. صبر کنید. به نقطه اساسی آمده که در تاجیکستان در قانون در مأموریت بین مردم، معاشرت بین مردم چنین نیست، ولی در سطح حکومت این است. حکومت این دیکتاتور است.
فهمیدید اکنون خود به نقطه اساسی آمدید که تاجیکستان برادر عزیز، همچون ما دولت دنیوی هر دو ما موافق در این قانون‌های مسئله بین المللی در این عمل مسئله کننده کسی هرچند را در حالت در یگان بحث گپ در زده چیز ایستادیم، لیکن محدود هر نکرده دومون است. یک گپ رو هر دومون تکرار کرده ایستادیم، هرچند در حالت بحث است. شما من رد کرده ایستادید، من شما رد در کرده ایستادم. تاجیکستان انیکتر است، من محدودیت شما را از رد روی ندارم. قانون انیکتر است. کنستیتوسیون مثلا است. در نگاه کنید، شما گفته ایستادید که در با من یک مثال بیار که در جای قانون این گپای تو گفته شده شد. من درباره قانون گپ نزده ایستادم. شاید همین کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان تا همین تغییرات وارد شدنش، مسئله پیشوایی ملت و چند مسئله های همین دیکتاتوری تا وارد شدنش، همین کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان در دنیا یکی از بهترین کنستیتوسی ها است. بعضی از قانون های تاجیکستان واقعا ستودنی است، لیکن در تاجیکستان قانون عمل نمی کند. در تاجیکستان ما درباره قانون اینجا گپ نزده ایستادیم. درباره اینه که قانون هست، قانون وجود دارد در تاجیکستان. مثلا گریم این از روی قانون این خیل گپ است، از روی قانون این خیل گپ است. گفتم ما این چیز رو بحث نداریم، ما درباره واقعیت حال گپ زده ایستادیم. واقعیت چنین است که همین است که واقعیت چنین است مثلا که گریم از 300 مکتب ازبکی حالا در تمام تاجیکستان 31 مکتب ازبکی موندگی است. دروغ میگویه. دروغ میگویه. 20 سال اخیر از 300 مکتب ازبکی شما مردم را فریب نکنید. شما مردم را فریب نکنید، دروغ نگویید. ملی است. این خیلی خطرناک است. در ما گنجینه تاجیکستان که در هیچ کجای دنیا نیست، مثلا زبان وخانی، زبان شغنانی، این زبان با دو سه زبان دیگه حالا یادم نامده است داریم. بجای اینکه همچون یک گنجینه ملی، همچون یک میراث ملی، میراث کهن ملی آن را حفظ کنیم، برای آن ادبیات سازیم، در مکتب ها درس های مخصوص گذاریم، در اکادمی علم ها نهاد مخصوص تشکیل کرده شود که همین گنجینه های ملی، میراث ملی را، میراث کهن ملی را حفظ کنند. تمام خرابزار از مردم گپ زدن نمیمونند. از روی قانون گپ نزنید. واقعیت حال مردم گپ زدن نمیمونند، مناسبت بین همدیگه نمیمونند. در مکتب درس وجود ندارد، ادبیات وجود ندارد. بالای آنها فشار آورده می شود، فشارهای سیاسی روز به روز زیاد می شود، با آنها علیهشان لشکر کشیده می شود، کشته می شوند. از یک دهه 20 نفر 30 نفر برده زندان میکنند کسایی که شما تماما یک چیز رو به دیگر چیز رفت ندهید، دروغ نگویید. شما دروغ میگویید. دیگر چیز رو به دیگر چیز بالای هم رفت برابر میکنید. کدای رفته هر یک یغنابی را پرسید کی او را گفت که به زبان یغنابی گپ نزن. کنی مرد شوید پرسید دلیل بیاره. کی او را من کرد که به زبان یغنابی تو با هم در خانه، در قشلاق، در دهات با زبان خود معاشرت نکن. چرا دروغ میگویید؟ در خانه نمیدونم، در خانه گپ نزده شدم. من شخصا پیش از اون که همین برنامه سر کنم با یغنابی هم گپ زدم، با بدخشانی هم گپ زدم که مثلا گریم بی دلیل گپ نزدگی باشم. اگه شما سوال، شما چند تا به من سوال دادید، به شما سوال همین که دلیل دارید که در مکتب ها همین مردمی وخان زبان و شغنانی ها زبان خودشون درس میگیرن، زبان مادریشون. نه البته نیست. در مکتب چنین برنامه هم وجود نداره. برای چی؟ که با زبان خود درس بزنن، مشغولیت بزنن. به نظر شما همین درست است؟ نه البته این درست نیست. این درست نیست. این درست نیست. یک نفر به واتساپ زنگ زده شدن، اون کسا گوش کنیم بعد بگم بزنیم. لبای الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای شوخه جان، همین مرد که چپپن و هفتپن برآمده، همین نقله یا سواد ندارم، نقله دروغ نگو، مردم فریب نکن. این همه یغنابی، این من به نام الله یغنابی، من لوز خود نمیدونم. لوز خودت رو نمیدونی؟ یا کس شما را گفت که ناموزید لوز خود رو؟ خود نمیدونم. قرآن بیبی ما لوز نمیدونم، تا مادری من لوز خود نمیدونم. شما را یگان کس من کرد که با زبان خود گپ نزنید.
او خواهر اپا شما به سوال من جواب دهید که صبر کنید به سوال من جواب دهید. من میگویم که کسی آمد به شما تلقین کرد مجبور کرد که شما زبانت رو نآموزید. مالش ورود شوید چه استودیو ما شما ورود میکنم. خب نفر آمد به شما گفت که نخوانید ندانید زبان خود را. نمیدونم شما اما گویم برادر گویم چی بگویم. گوش کنید برادر میگوید امک میگوید هر چی میگوید گفتن گیرید. من میگویم که من طرفدار این حکومت دیکتاتور نیستم ولی شما ملت رو فاشیست اعلان نکنید. نه شما نادرست حکومت رو دیگر خیلی شما نگاه کنید. حاضر نگاه کنید. همین نگاه من همین است که وقتی که شما و اقتصادیات میگوید سیاست میگوید هر آنچه میگوید ملت رو با این دیکتاتور برابر کرده مردم تاجیک رو فاشیست اعلان نکنید. شما دیگر حاضر همین شما هفت فهم گفت واقعا درست گفتاد باب کرد. شما خالهای سیاسی خود را از ملت نگیرید، از دیکتاتور گیرید. با ملت رفته ایستاد. گرنگ چی شما؟ گرنگ شما این فاشیست شما با مردم با شهروند رفته ایستاده است. شما چاپ نگردونید. گرنگ چیه شما؟ شما گرنگ شما که ملت رو حکومت مناسبت رژیم با مردم رفته ایستاده است. نه مناسبت مردم ملت با رژیم. کدام نماینده ملت، کدام نفری که خودش رو احترام میکند، نماینده ملت دربارش گپ نرفته ایستاده است. شما خود را نماینده ملت میگوید چرا ملت رو فاشیست اعلان میکنید؟ شما اگر فراسات گپ فهمیدن دارید ندارید؟ با من بحث کردنید نمیفهمید که گپ درباره چی رفته ایستاده است. گپ در سر اون میرود که شما دیکتاتور رحمان رو با ملت ربط میدهید و ملت رو فاشیست اعلان نموده ایستاده. گپ در سر همین میرود. به ملت ربط نداده ایستاده است. به ملت ربط نداده ایستاده. گرنگ چیه؟ گوش کنید گپ. گرنگ این شمایید که ملت تاجیک رو فاشیست نگوید. من و تو امروز به این ملت یه خدمت نکردیم که باید این ملت رو فاشیست اعلان نماییم. شما حقوق معنوی چنین گفتن ندارید. شما توتیوار تکرار نکنید گپ دروغه. من توتی نیستم. من برابر تاجیک هستم و این شما با این عملهایتان روزی شما با این عملهای یک نفر دیگه محسن بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکمال کجا ده؟ اکمال بعد از ساعت 7 وارد می شود. اکا شوخه جان میبخشی من با استودیو در اومده چون چی نشون میتیم. هفتی کجا؟ حاضر یک بار صبر کنید خواهر، یک بار صبر کنید. همینجا یک محسن گفته که برادر وارد شده هستند به برنامه. ایشون گوش کنید بعد با او برادری که با شما بحث کردن میخواستند با اون کس بحث میکنید. محسن بفرمایید. ساعت هفتی کجا؟ ساعتی 7 آلمان. فهمم. تمام؟ تمام. تقریبا بعد از 10-15 دقیقه. خب. یک مشت بفرمایید. یک مشت هستید؟ یک. هموطن ما شما بولا میکنم. این خواهر میخوان با شما بحث کنم، فقط میگن صدای شما رو نفهمیده شدم. هموطن در استودیو هستم. نه استودیو ورود نتونستن متاسفانه. من هستم در استودیو هستم. شما در استودیو هستید ما شما رو تونده شدم. ببینید برادر، حالت امروزه ملت
در یک حالت بسیار فوق‌العاده، در یک حالت بسیار زال و ذلیل قرار دارد. ملت رو من در نظر دارم. شما به خود کسب کرده مخالفین، نمایندگان ملت، مبارزه برای آزادی و آبادی این ملت خود را نشون میدهید. البته این خوب، ولی چرا شما ملت رو فاشیست میبرید؟ من حیران میشم از عملهای شما. شما میگوید برادر من اهمیت دادم، شما تماما گپ گوش نمی انداختید. همین یک گپ توتیبار گفتم میگفتید برادر، گپتون نادرست است. هیچ کس این گپ شما گفتگی نگفته است. یگان ثبت چه بیارید میکروفون مونده نشون دهید که شوکت محمد نمی خیل گفت. این گپتون دروغ است. من این خیل نگفتم برادر عزیز. شما چپا نفهمید. گپ درباره مناسبت رژیم با ملت می رود، نه مناسبت ملت با رژیم. من در یگان جا نگفتم که مثال در تاجیکستان مردم فاشیستی میکنند. من گفته ایستادم که در تاجیکستان حکومت فاشیستی میکند، سیاستی فاشیستی پیاده کردگی است. فهمیدید می؟ اگر همین گپ هم نادرست باشد گوید که همین گپ نادرست. من بیرون از این گپ برادر عزیز، عمک عزیز، اکای گرامی، بیرون از این گپ من گپ نزدم. اگر بیرون از این گپ زده که باشم شما ضبط کنید به من بیارید نشون دهید. من درون این گپ نگفتم. شما میگوید آن چیزی که شما میگوید شما در نظر دارید. شما شخصا و طرفدار اون نفرانی که به استودیو دعوت کردید، طرفداران شما که یک نفر برادر دیگر رو حاضر میگه رژیم فاشیستی، این رو شما درک میکنید که همین رژیم فاشیستی است. در مسئله عموما مردم عادی، مردمی که به سیاست اونقدر ربط ندارد، فقط همین رو میفهمند که همه قضیه چیز رو درک میکنند که راست شوکت محمد گفت که این رژیم فاشیستی است، یا که نه خدا نکند یا یک نفر نماینده دیگری اپوزیسیون مخالفین گفت که این رژیم فاشیستی است. الکه این مردم این را جدا نمیکنند که رژیم یا که ملت. شما این رو درک کرده میتونید؟ نه اینجا فقط همین شما خودتون تنها جدا کردن نتونید شدید. مردم این نرمال نمیفهمد که من بر این با فکر شما و صبر کنید. مردم میدونند که درباره رژیم گام میزنی، درباره حکومت گام میزنی، درباره امام علی رحمان گام میزنی. خب یعنی امام علی رحمان است، حکومت است، رژیم است. تمام. اینجا مردم گفتنی گپ وجود ندارد. اینجا فقط همون فهمش کند شما به همین چیز وادار کردگی هست که همین چیز نادرست فهمید. میگوید که بم میبروید، شرم حیانه ما به تو بحث میکنم. چی بحث میکنید؟ یک گپ من بحث میکنم که تو شما فکر میکنید من تنها چنین که اندیشه میکنم. برابر من هزاران نفر دیگر اندیشه میکنم که تاجیک یک دولتی فاشیستی است. این را فقط یک نفران متخصصان ساحه سیاست جدا کردن میتونن که رژیم و دولت. نه اوی اما صنف چند مکتب خوندگی؟ صنف 3. برای شما صنف 3. برای چی گام بزنم روید؟ شما هنری با من چونی گام بزنی؟ اخر چیکار میکنم من شما؟ این مردم نمیفهمه. همه با همین در پست خودتون همه گنجوندنید می؟ این خیلی نمیشه داخل. تو صنف 3 مکتب خوندگی آدم مثلا گره میبرد بحث سیاسی میکنه. با میگوید که این گپ مردم نمیفهمه. خیلی من درباره رژیم گام زده استم. رژیم کس رژیم همین حکومت دور است. و همین دستوید میکنه معنی سری آدم بکی مثال گرم نه این گپ فقط سیاست مدار میفهمد، این تیم فقط سیاسی ها میفهمد، مردم نمیفهمد. خیلی مردم بفراسات است. چی است؟ آخر شما تو صنف 3 خوندگی باشید، عیب مردم چی؟ توبه کردم. اصلا وظیفه همین خیلی آدم ها یعنی با یک چیزهای همین قالبی، یعنی آدم از همین مسیر بیرون کردن است. نگاه کنید تماشاگران عزیز، همین یک زبان سازی در تاجیکستان وجود دارد. یک زبان سازی یعنی باید همه به تاجیکی گپ زنند. حالا اینجا
گفتن که مثال گریم بیچاره برای اینکه فامیلش مثال گریم ترخنبویف هست یا که ارتمش بشوف هست مثلا گریم باید رود برای اینکه در آینده به یکون منصب صاحب شود نامش توجیه کند فامیلش توجیه کند مثل همین مناسبت هایی که در ازبکستان کرده بودن توجیک های مثال گریم ازبک کرده بودن سیاستی همین دوران کمونیسمی ازبکستان حالا ما همین کار تکرار کرده ایستادیم در تاجیکستان حکومت همین رفتار تکرار کرده ایستاده است همین رفتاری که ازبکستان با ما تاجیک ها کرد با ما معقول است نه هر یک تاجیک همچون یک عملی بدی سیاسی همین چیز در ذهنش جای کردگی است که در ازبکستان مثلا گریم تاجیکان بخارا و سمرقند و مثلا وادی فرغانه اینها رو با پاسپورتشون ازبک نوشتگیان مجبور کردگیان ازبکی گپ زند در مکتب ها فشار هست بالایشون مثلا گریم فشار بود بالایشون حاضر در این 4-5 سال اخر نمیدونم اکثریت مکتب های تاجیکی از بین برده شدن در ازبکستان با تاجیک ها با ما تاجیک ها همین خبر رو شنیدن معقول است نه یک رفتاری بدی سیاسی است حال من چندین مثال گریم علمای تاجیکی که در ازبکستان زندگی میکنن نظرهاشونه با درد و علم گپ زدنی هاشونه در شبکه‌های اجتماعی میخونم خیلی علم آور است و به ما معقول است همین رفتار معقول نیست همین رفتار سیاسی باید ما در تاجیکستان همین خطا رو تکرار نکنیم نسبت حکومت نسبت دولت نسبت ملت یک اقلیت ها رو بدبین نسازیم حالا همین موضوع رو در همین شب روزها چرا من برداشتم همین کشورهایی که یک مذهب گرایی میکنن مثلا گریم به اقلیت ها فشار میبیارن امروز یک تا خودشون در بعضی همین چیها در میدان های گلوبالی یک تا خودشون تنها موندگی هستن حتی میبراید ملت خودشون از بیرون ایستاده جدا نقص کرده ایستاده است جدا باب شده ایستاده است باید نیست شود باید نابود شود گفته ایستاده حالا ما با تمامی مسئولیت همین حرفایی که وجود داره نسبت یک ملت مثال مخالفاش و دیگر اندیشاش بالای ملت خودش امروز گپا گفته ایستاده است شکر خدا که ملت تاجیک این گپا نگفته است وقتی که قرقیز ها به تاجیکستان هجوم کردن تمام مخالف در تاجیکستان یگان مخالف نبود در تاجیکستان یگان مخالف نبود یادم هست همین دادوجان اتاولا با این آدم که شب و روز درباره رحمانوف مثلا گریم گپ میزد و بدگویی میکرد گنرال من امام علی رحمان گفت تمام مخالفین کبیری همه مخالفین برآمدن از حکومت پشتیبانی کردن چرا این حکومت همه میدونند که ابدی نیست ملت موندنی است مردم موندنی است و باید این ملت این مردم این وطن پاینده باشد ما مخالفی ملت نه مخالفی وطن نه مخالفی رژیم هستیم چرا مخالفی رژیم برای اون که انا همین رژیم همین روزه انا همین خیلی رفتارهای بد سیاسی داره انا همین رفتارهای بد سیاسی رژیم ما رو نگران کردگی است که به آینده ملت ضرر دارد به آینده ملت ضرر دارد وقتی که یک اقلیت در داخل کشورش در داخل وطنش همین برای ازبک هم برای ازبکی تاجیکستان وطن است برای بدخشانی هرچند وای شغنانی است و خانی است اشقاشمی هست تاجیکستان وطن است وقتی که در داخل وطنش همچون بیگانه شناخته می شود خیلی برایش دردآور است این درد تحمل کردن آسان نیست این خیلی خفناک است یک دیگراندیش در وطن خودش بیگانه است یک دیگراندیش در وطن خودش همچون به او بیگانه رفتار می شود حتی مجبور می کند که در وطن خودش زندگی کرده نتواند برای دو برود در مهاجرت زندگی کند این برایش علم آور است این درد
رو گرفته گشتنی یک عضو ملت، یک عضو وطن، یک شهروند کشور خیلی خطرناک است برای تاجیکستان. خیلی خطرناک است. همین گوجای همین گپ نمیفهمیدگی، گوجای همین گپ نمیفهمیدگی. مثلا بسیار جاهای تاجیکستان را، نامهای قدیمی تاجیکستان را به نامهای مثلا گریم ملی، کهنه یا اینکه قدیمی میگردونیم گفته گردوندم. مثلا گریم فرض کردیم یک دیه کوشبلاق است نامش. ویدیو اگر با ویدیو گپ زدنی نباشد، ویدیو فعال نکنید که به اکران میبراید. من شما رو اگر گپ زدنی باشید من شما رو بالا میکنم. یک مشت گپ میزنید، گپ زنید. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ سوز هستین؟ تشکر به شما، بفرمایید. من این برادر از گوش کردم برآمدم اینا از طرف همین خودی حکومت ساخته شدگی برای که اول موقعشون کمتر جدا میکنن. مقصد من مخالف میگن و برای مردم اشمون رامونیدن همین خیلی فتنه میکارن، مثال دلی همه به خنوکی میاندازن. برای این حکومت قین نیست، کاری مشکل نیست. خیلی میگن میلیون ها مخالف ما هست توی همه خیلی گویا که همچون مخالفی حکومت برای لکه یک فتنه یک چی دل خنوکی انداز. مقصد مخالفا هم چی ها بیننداش کم شود. نمیخواه این نگد این مخالف های مخالف هم مثال حکومت کتی مخالف لکه اینا قبول نداره. اینا نچید یک آدم های بیسپنیت نی تیپ شمانه اعلام میکنند یا به همخواه موضوع آده خیلی فتنه میکنن با این به میبرون میگن اول موقعش خودش این دیکتاتور من ایده باور ندارم تو دست بوده میگد. بعد برآمده چی خودش معلومه که شما موقعتون ضد رژیم همه گپاتون حتی نگفته خودش تماشابیناتون مثال مخالفان آدم زیرک میفهمد مقصد و مثال موقع شما همشه درک کرده میفهمد. این برآمده چون چه گفته است وابشه خودش اگر این چیز خوش رو فکر کند نمیدوند داجی چکور فکر کرد نمیتوند که درباره چی گپ زد. راست همین یک فتنه کرداست. تو کمونیسم گفتی، این گفتی، وای گفتی. اگر نه همچش اگر یک عقلی سالم که چنگ کنی هر دوتون یک گپ از داستان با یک راهی فتنه می با یک راهی گوناگون یک گپ از داستان وای لیکن مقصد یک گپ چی فتنه کرداست هم خیلی. تشکر. همین میخواستم گم برادر این فتنه کارو بهتر است که قبول نکنید. اگر چاپلوس باشد ریال نبرد گپ زند این خیلی فتنه کارو لوچی بلاک کنید قبول نکنید برادر. سلام علیکم و سلامت رحمت باشید الله. برادر عزیز. تشکر به شما. من در کنم. سلامت باشید. با این هموطن در آمدن وارد شدن هر چیزی میگفته که باشن یک بار دیگه شانسشون بتیم بگم، چون که ما از یعنی در بحث انسان خودش پیدا میکنه، یعنی برای همین حتما شانس دادن در کار کسی که به برنامه وارد می شود و اشتهای گپ زدن دارد حتما گپش گفته تمام کند. وقتی که این کس دوباره وارد شدن من این کسی ناامید نکنم، هر گپشون بگویند بعد باز برنامه رو ادامه میدیم. هموطن یگان گپ ایلابگی داشته باشد بفرمایید. گپ ایلابگی من بسیار دارم. اول به شما مراجعه نه یکم منم گپ بسیار دارم تمام نمیشه بدو اینجا برنامه گوش کنید است. برادر. نه گوش است اول ما شما رو کنم. اینجا برنامه است، هر دو ما صحبت کردن نمیشنیم. شما یک مهلت معین گپتون نگوید من نمیبرم، تقریبا 2 دقیقه گپتون همیشه بگوید من نمیبرم، بعد برنامه من دوام میدم. البته گوش کنید وقتی که شما دعوای آزادی و آزادی سخن دارید، دموکراتیا دارید، باید که نقطه نظر دیگران رو
به نظر گیرید اون رو از استودیا بیرون نکنید. من برادر من از شما از استودیو بیرون نکردم. شما باز توتیوار با یک گپ من گفتگی تکرار کرده شدید. من شما گشته استودیو خودتون برآمدید، خودتون وارد شدید، دروغ نگویید، خودتون برآمدید، خودتون وارد شدید، دوباره ممکن یگان گپ داشتگی باشید بگویید گفته من به شما میدان دادم، به شما گفته شدم که 2 دقیقه وقت. این خیلی گپ‌های مقدماتی مونید. یگان نظر داشتگی باشید، نظرتون بگویید، 2 دقیقه اطراف 2 دقیقه بفرمایید و سخن به شما. گوش میکنم. کسی که نقطه نظر شما رو و حکومت رو طرفدار نیست، نقطه نظر جداگانه دارد، با وی سخن ممکن نیست. شما نظرتون گپ زنید. نظر من همین است که همون برادری که گفت که من میبرایم وقتی شما رو میگیرم موضوع رو دیگر میکنم، بگذار به لعنت خدا داخل شود که من طرفدار این حکومتی ظالم نیستم. البته نه که من نقطه نظر خود رو دارم، اندیشه خود رو دارم. دویبتا مونید یک طرف، وای برادرم مونید، منم مونید. همین مسئله یگان گفتنی باشید گپ زنید. مسئله همین که خواهشمندم از شما که اون چیزی که با این دیکتاتور میگوید، با این رژیم میگوید، اون رو به ملت ربط ندهید. ملت تاجیکستان رو دولت فاشیستی اعلان نکنید. این زمانه بسیار زمانه حساس، در زمانه بسیار دوره حساس ترقیات اقتصادی و تاریخی ما امروز زندگی داریم. ببینید چی فلاکت های در عالم شده ایستاده است. باز امروز بمب با گردن ملت خود باز یک یرلک دیگر با یک تغمه دیگر زنیم. فاشیسم این رو همه درک نمیکنند که شما فقط حکومت رو در نظر دارید. قسم مردم فکر میکنند، بیگانگان فکر میکنند که ممکن شما علاقه اما تاجیکستان چون این عقیده فاشیستی دارند. من ممکن تنها باشم، ممکن من تنها باشم، ممکن میلیون نفر چون این عقیده داشته باشد. برای همین هر موضوعی را که انتخاب میکنید، خواهشمندم موضوعهای گلوبالی که چون فاشیست و ملتگرا این چیز رو به ملت تاجیک ربط ندهید. البته این خواهش من است. کدامی که اون کسی میگوید که این میباید از طرف حکومت برآمد میکنه، حوالهش بر خدا. من خودم میدونم که کی طرفی کی هستم کی نیستم. من طرفی ملت هم هستم، سرزمین تاجیکستان هستم و نمیخواهم که در این لحظه های حساس تاریخی باز یک تمغه دیگر، یک بار دیگر به گردن ملت مظلوم من با افتانده شود از طرف کسی نباشد. مخالفین است، حکومت است، یا که نمیدونم دیگر هست یا دیگر ملت ها است. آزادی ملت در تاجیکستان البته در تمام جامعه جهانی، نه وابسته اون تاجیکستان است یا دیگر دولت ها هستند، چونین هستن که ملتگرایی هم شما شاهد زنده هستید. شما در اروپا زندگانی میکنید، میبینید که گروه های پارتی های حزب های هست که مقصدشان یگانه مقصدشان این است که مهاجران از گرمانیا و از دیگر دولت ها بیرون کردشان. شما خود شاهد زنده هستید. چونین پارتی ها حزب ها هستند، برآمد میکنند، میتینگ میکنند، اعتراض ها به حکومت میکنند که مهاجران از گرمانیا و از دیگر دولت ها بیرون کردشان. خودتون شاهد زنده اون هستید که در امریکا مبارزه با مقابل مهاجران آغاز شده است. روسیه اکنون حاجت گپ نیست که در روسیه با ما چی شده ایستاده است، با ملت من در روسیه چی شده ایستاده است. اینجا حاجت گپ نیست. هر روز صد رپورتاج از در یوتیوب ما میبینیم. برای همین باز از شما خواهش میکنم، ملت فاشیسم، ملتگرایی، این چیز رو، این کلمه ها رو نسبت حکومت هم اگر گرچند این کارها رو میکند، حاضر این موضوع حساس است. این رو گفتن سلامت باشید برادر، سلامت باشید اکوی عزیز. گپتون تقریبا 1 منوت گپ زدگیتون بولنتی عقب توپ داده، با از عقب گشت آمدید. هم گپ بود تکرار کرده، اما بعضی گپتون جان دارد، هم گپتون نادرست نه. بعضی گپتون جان دارد. تقریبا 6-7% از همون 100% گپ زدگیتون 6-7%ش درست است. خصوصا با اون جایی که مثلا گریم گفتید که یک موضوع های مطرح کنیم که مثلا گریم ملت بدنام میکردگی باشد، اون موضوع ها بررسی نشود گفتید.
من راضی هستم که باید همین گونه موضوع هایی که ملت بدنام میکند مطرح نشود، خصوصا همین نصیحتتونه رژیم تاجیکستان ما میکردید. به من نیوی به رژیم تاجیکستان برآمد کرده میگفتید که شما رفتارهایی نکنید که ملت بدنام شود، همچون فاشیست نامش براید. من همین گپ شما برای گفتن این برنامه تشکیل کرده شدم. انا همین گپ شما رو گفته شدم که حکومت رژیم کاری رو نکند که مثال گیریم کشوری ما به فاشیستی نامش براید. مثلا گرمانی فاشیستی تاجیکستانی فاشیستی نشود. در گرمانیا مثلا گیریم یک گیتلر بود فاشیست به دوسه همون اطرافیانی محدودش، لیکن حالا آلمان فاشیستی همون زمان آلمان رو آلمان فاشیستی میگویند. برای چی؟ برای اون که رفتار فاشیستی بود. و همین گپ من راضی هستم که باید حکومت امروزه رفتار رو نکند که مثلا گیریم به فاشیستی نام ملت بد شود. این انمین گپ بیاید همراه شویم، هر دومان یک شویم به رژیم تاجیکستان بگوییم. این وقتی که من برنامه رو تشکیل کردم شما یعنی آدرس گپتون وای طرف است، آدرس گپتون من نه، من این گپ شما گفته ایستادم به وای طرف بگویید که همین مناسبت رو نکن گفته. حالا اکمل استانایف وارد شدن. برادری گرامی ما خیلی تحلیل های زیاد دارن در این باره. من هرچند به قسمی از گفته‌هاشون راضی نیستم، لیکن اکثریت گپاشونه همچون یک درد یک عضو ملت گوش میکنم، همچون درد یک عضو شهروند تاجیکستان گوش میکنم که همین اعضای یک شهروند تاجیکستان چی درد دارد گوش میکنم. با همین یکی از سبب‌های همین برنامه رو تشکیل کردن من همین است که با واقعا بعضی از نگرانی‌های همین اکمل استانایف من راضی هستم. برادر اکمل استانایف خوش آمدید. همینجا یک خواهر چیز گفتنی هستن ناگفته مونده است، بعد بی‌ملال صحبت میکنیم ان شاء الله. خواهر بفرمایید. ها شوکت جان همون تلفن من پیش میکروفون نگیره اوضاع من استودیو نمیبینم، من خوش کارم اوضاع نمیبینم. آها بفرمایید. در استودیو فقط خودتون گپ زده شده، هیچ کس نیست؟ نه اما تلفن پیش میکروفون نگیره اوضاع من استودیو نمیبینم، من افیر گوش کردم گشتم نمیبینم اوضاع. میرود. اکمل شما صدای خواهر گوش کرده شده؟ بله خیلی خوب هست در استودیو. خیلی بلند است. سلام علیکم اکمل جان. علیکم سلام. این من یعنی من لوزی خما نمیدونم، مادری من لوزی خشتا نمیدونم، اما بابام میدونستن که مردن رفتن. چه با مکتبای ما را سالایی که امونگلی ما اومد همه مکتبا را من کردم، مکتب فارسی را من کردم، مکتب پومیریا را چه با من کردم. ما باید چند لوز دونیم برای چی که اون ملت ما مکتبی او را باید خونیم، برای چی که وقتی که پومیریو گپ میزنن ما نمیفهمیم چی میگه. او بیچاره مجبور میشن به تاجیکی گپ زنن، برای چی ملت آزاد نیست. این تقوی هفته همین یک کسالای چه همین یک دفعه خطیره شما ملت فاشیست میکسه. ملت فاشیست نیست، ما یک دفعه نگفتیم رژیم فاشیست است. یک تا اگر بیاید باید که من میخواهم در همون دیکتاتور یا وزیر من نمیدونم گنرال یا اون چه شبون اگر قاتل نباشه تو را قبول نمیکنه، یا که ایدنغره باشه یا که ایباسه نه اونو یتیم و فرگجو هست فرخور هم مست ایدنغره ای فرخورن همون گجای نمی کار نکنی. اگر تا ایدنغره ای فرخور نباشه تو را پایون نمیکنن تا که همین خودت میگرزی میری او کار. رژیم فاشیستی هست، رژیم همین دیکتاتور ناتسیست هست. تشکر زیاد. همین فقط فوکس در خصوص تصویرگی درس روسی را میونه آورده، درس فارسی را من کردگی، درس های ما را من کردگی. من یعنی لوزی خما نمیدونم یا که پومیریو. حالا همین روزه اکثریت تاجیکایی که مثلا فرزندای تاجیکایی که حالا در روسیه زندگی میکنن تاجیکی نمیدونن، اکثریتش به روسی گپ میزنن. شما هم سگ و پیشک در اهمیت ندید. من اپیرای شما تماشا میکنم بسیار گپای خوب میگن میزنن شما را
провокация میکنن شما را در پایان لقای تکی خودت این اون همون چوپلوس های دیکتاتوره وقتی که همون جنابشون همون پدرشون نوم گرفتی و سر میکنن در همین رشد میزنن که انا تو ای گجوی تو گجوگی تی خیلی تو حق نداری تو جگو را گازنی انا ایشه اکای اکمالا پروکتاسیا کنگی همین میلیون تا همین توجیک چوپلوس با نوخونی پای اکمال نمیتیم برادره اوزبک هستن که مبارزه میکنن با صورت دیکتاتور نوخونی پاشون به همین چوپلوس همین بس نمیدونم چند میلیون هم چند تن همون چوپلوس ها بیابون که همون همین که نوخونی پای هم یا همون چوپلوس ها را بلوه تشکر زیاد. این تقوی همین درامده یک خودش نمیفهمد چی گفتی استای خودت همین درامده یک افغانه شما ملت فاشیست گفته شما ملت فاشیست بالا در ششتگیه او چی فرمونی که کنون سواش قبول میکنم فرمون این همی ها اگر همه جا که من نمیدونم یغنوبی من یغنوبی گفتن هیچ همه را نمیفهمم برای اینکه زبان اینا را امیونه بردگی هم زنده باشید. تشکر زیاد خوار عزیز. سلامت باشید. تشکر. برادر اکمال سخن به شما بفرمایید. شما دید به برنامه یک بار دیگر. تشکر سپاس. حالا شما رو گوش میکنیم در این باره. سلام احترامات به شما و به بیننده شما. اولا تشکر که برنامه را برای خاطر من یعنی قفا گذاشتین از بس که کمتر مصرفیت بود. یعنی موضوع ما امروزه موضوع تمدن فرهنگ یعنی فرهنگ های قدیم و ساخته های امروزه ملت های قدیم و ساخته های امروزه. واقعا در آسیای میانه ما بعد از شروع امون هجوم عرب این مسئله ها بسیار رنگ و رنگ شد رفت آخرش عرصه آوردن و امروز دوام دهنده همون کار روس که دارن با نام تاجیک و ازبک و قزاق و قرغیز و ترکمن که آسیای میانه نه از این 4 ملت یا 5 ملت عبارت است. آسیای میانه بسیار تاریخ های کهن و ملت های تمدن های گوناگون قدیمه دارند. ما بسیار متاسف هستیم که امروز در جامعه تاجیکستان ما یعنی که همون تمدن های قدیم فرهنگ های قدیم جای ندارند. یعنی ملت ها قبول نمیشوند با نام خود. یعنی با این نظرند که اگر که هر یک انسان با هویت خود اگر زندگی کنه ما تاجیکستان ساخته نمیتونیم یا ما ازبکستان ساخته نمیتونیم. این البته که اشتباه هست. با فکرم صدای ما 2 بار میآید به خودم. نه صداتون خوب است. یک بار اومده شده است در من. این بسیار اشتباه بزرگ هست که با امید ساختن یک هویت نو ما هویت ها و تمدن های قدیم نام های قدیم این سرزمین. صدای من هست گم شد؟ اکمال صداتون گم شد. من نرسیدم. صدا نیست؟ من نرسیدم یگان چیز. صداتون گم شد. عیب تکنیکی باشه از شما. کنی جواب زنید؟ من نرسیدم در یگان جا. تمام پیدا شد. پیدا شد. بله. امروز با نام ساختن تاجیک نام تاجیک البته که نام های سیاسی است نه نام های ملی است و دیگر ملت ها از بین می روند. نام ملت ها از بین می رود. نام هویت انسان ها از بین می رود خاطر آنه که ما یک نام سیاسی آماده کنیم. البته که در هویت من سیاسی تاجیک هستم اما من هویت ملی خود و قرلوغی خود ما دارم. من بسیار مطالعه کردم تاریخ خصوصا در تاریخ سوخت بسیار یک تمدن کهن و یگان ربط نه به فارس داره نه به ترک داره. بسیار یک فرهنگ و تمدن کهن و زبان خود فرهنگ خود
китобҳо ва навиштаҷот алфавитҳои худа ино доштанд. мутаассифона бо омадани араб инора куллагиша ғулом карданд ва бурданд ба гуногун кишварҳо, яъне аз он ҷумла барои сохтмонҳои баъзи шаҳрҳои арабӣ, ва олимош аз байн бурданд ва кадоме ки ба онҳо хизмат кард монду, дигар халқи оддиро гирифтан ба форс табдил доданд. оддитарин чизе ки аст. хушбахтона мо мардуми турк, яъне ки ҳамон шохаҳои худа ва ҳамон баъзи чизҳои худа мо тонистем ки аз байн набарем. имрӯз ҳам дорем мо ӯ чизҳоро медонем, мисол қабилаҳои худа, шохаҳои худа. ин чиз ба мо як тамаддун борин як монд. аммо ман фикр накунам ки форс низ аз як қабила иборат аст. чандин қабилаҳо ҳастанд ино, хусусан мардуми тоҷикистони мо шояд аз даҳо қабилаҳои форс бошанд, агар бошанд аз амун тараф. аммо ягон таи инҳо мутаассифона шохаҳои худа намедонанд ва қабилаҳои худа намедонанд ки форс аз кадом қабилаш аст. имрӯз талаби мо аз ҷомеаи ҷаҳонӣ ин аст ки мо метонем ҳуввияти сиёсии тоҷикӣ бошем, аммо ҳуввияти инсонии миллии моро набояд аз байн бурда шавад. мо ҳеҷ мушкиле надорем ки дар болои як барномаи хуби сиёсӣ ватандорӣ кунем, аммо ҳуввияти инсон, тамаддун, фарҳанги мо аз байн бурдани нодуруст аст. эмомалӣ раҳмон як қарор қабул мекунад, фарҳангӣ ки фарз кардем тӯи 3 соат шава аст, дар тӯи шумо 300 кас зиёд наёяд. оё шояд дар фарҳанг ё қабилаи эмомалӣ раҳмон ин чиз туғри бигирад? аммо дар фарҳанг ва қабилаи ман ин чиз туғри намегирад. ин масъалаи сиёсати гирифтаи эмомалӣ. мо агар дар сиёсат, дар ватандорӣ сарқонун омода кунем, мо набояд фарҳанги дохили мардума, азбаски мо даво мекунем ки тоҷикистони мо яъне бисёр миллат аст, бисёр халқиятҳо зиндагӣ мекунанд. мо наметонем тамоми халқиятҳоро ба хоҳиши фарҳанги тоҷикӣ танба кунем болош. ё мо наметонем тамоми маданиятҳои дигар инсонҳо ва фарҳангҳои дигар инсонҳоро бо маданияти қаллуғӣ танба болош кунем ки шумо ин тарз ё бо ин тарз зиндагӣ кунед. ин мушкилиҳо дар тоҷикистони мо, на танҳо дар тоҷикистон, балки дар осиёи миёна, фарз кардем ҳамсоя давлати мо низ барои сохтани як номи ҳамон сиёсии худ даҳҳо қабилаи турка имрӯз ҳамчун миллат, ҳамчун халқият қабул намекунанд. мо ҳеҷ мушкилӣ надорем дар тоҷикистонсозӣ, ватансозӣ, давлатсозӣ ё ҳуввияти сиёсии тоҷикӣ доштан. яъне мо бо ин чиз ҳеҷ мушкиле надорем. аммо вақти болои сари мо меояд, хоҳишоти моро, номи моро, фарҳанги моро, тамаддуни моро, хуни моро ки зери по мекунанд, албатта ки мо дар инҷа дигар нахоҳем хомӯш истод. мо талаби ҳуввияти худмо намекунем. ман баъзами байрақи худам, боз ин байрақи ҳуввиятам аст, аммо байрақи ҳуввияти сиёсими тоҷикӣ аст ки имрӯз дар давлатим аст. мо дар ягон ҷо ҳеҷ гоҳ дари ватан, дари сарзамин хиёнат накардем. ин натсизм, ин фашизм ки бо ном Раҳим Масов, бо ном Домуллоҷонов ва якчанд инсонҳое ки талош доранд, намедонам, фақат тариха як тарзе нишон буданд ки шикам чок карданду, намедонам, аз калаҳои мо қалъаҳо сохтанду ва ғайраҳо.
عاقبت این به فاشیسم میاره میرسونه. این چیز روسیه برای ما نمونه هست که روسیه با این تاریخ ساخته خود تونست که در یک مهلت کوتاه یعنی امو روس به فاشیسم تبدیل بته که امروز در داخل روسیه زندگی میکردگی چوبا. حالا درست است. مثلا گریم روسیه، ما به روسیه حق میتیم، مثلا به فاشیسم رو آوردن روسیه این است که ملتش گم شده، نیست شده، رفته ایستاده است. به یک حالت زورکوری سنی اینها میخواد ملتش یعنی نگاه دارد. مثلا کارشناسان تخمین میزنن که در همین 50 سال من بعد شاید ملت روس نصفش هم نمونه. این که در این حالت است و از جهت دموگرافی هم روس به روز نابود شده رفته ایستادن. روس ها از جهت در تاجیکستان این حالت وجود نداره. این روس ها نابود شوند این معنای او را نداره که دیگر ملت ها را قتل کنی که تا که روس ها نابود نشوند. اونها در یک حالت آسیب پذیری رو به فاشیستی آوردگان. ما چی مجبور کرده است؟ نه، اونها میتونن که عرق از بین برن، نوشیدن شه و آیله داری کنن. یک مرد روز با بطولکای عرق خواب میروه، از اون با یک زن خواب زکان به میان بیارن. بله اونها نه با انسان ها مبارزه برن بلکه با همون الکاگالیزم خود مبارزه برن. یعنی تبلیغ درست که بیوره نمونن در تلویزیون که از شد تا بگر اوکراین آدم خورده ایستاده است، گاسترابایتری چورکی پریخلی نسیل ولی نس گفته دروغ تبلیغ نبره، در تلویزیون برنامه های آیله‌داری تبلیغ کنه و پولای میلیارد دزدیده نبرن در دیگر جای اون پولها را برای آیله‌داری، آیله های سالم مصرف کنن، برنامه ریزی کنن. این معنی را نداره که ماترینسکی کپیتال دارن که آخی ماترینسکی کپیتال همون برای 4 الکش دیگر است که یک دو تا گودک کدام میمونه از ماترینسکی کپیتال عرق خورده میگردن. یعنی وقتی که یک برنامه سالمی آیله داری نباشه، امروز ما داریم تاجیکستانی ما نیست همین احوال است. برگردیم به تاجیکستان. ما اگر برگردیم به تاجیکستان راستی اکمال با بعض گپای شما مسئله تاریخ تاجیکان و مسئله مثال گریم تاجیک یعنی ملت سیاسی اینها یک بحث جداگانه است که میتوانیم هر دو یک برنامه جداگانه تشکیل کرده در این باره بحث کنیم. این موضوع امروزه مون است. من در امروز میخوام شما درباره همین فشار به اقلیت ها، مثلا اگر شما در تاجیکستان تا چه اندازه نگاه داشتن هویت خود، مثلا گریم همچون یک مثلا گریم اهل یک زبان، اهل مثلا گریم یک اقلیت، خودتون در تاجیکستان چگونه احساس میکنید؟ چی مشکل داره؟ در همین باره گپ میزدید بسیار خوب میشد و از همین نتیجه میگرفتیم که به کجا رفته میرسیم. ما در تاجیکستان مشکلی ما این بود که اگر که هر جا ما رویم، مثال عادی ترین یک رایون رویم، یک جا رویم، اگر این برادر سهراب ظفرم قدیما بسیار جنگ کردگی بود، از بس که اونو از قشلاق تاجیکا بودن، ما از قشلاق قلقا، حتی که ما در همون کانال خودمون آوازی کردن نمیتونستیم که اینها قشلاقاشون از اون کانالی که ما آوازی میرفتیم 3 کیلومتر 4 کیلومتر دور است از ما، 300 متر است. ما 300 متر بر قشلاق رفته و بازی کردن نمیتونستیم که از 3 کیلومتر اومده ما را سنگا قطعی میزدن، یعنی که نمیموندن که ما رفته و بازی کنیم و مایداری کنیم. از اون طرف میپاییدن قلقا بیاید بزنیم گفته، یعنی که یک مشکلی کودکی بود این چیزا در جوانی. همین عجیبیشی بود که وقتی که ما توی میرفتیم یگان معرکه یگان رایون ده کلام سالا خوردار میگفتن که برین ازبکا را گودکاشا بزنین به هیچی، به یگان چیز. یعنی این چیز بود، این گذشته هست، هیچ مشکلی نداره، اما همون از کلانا بود. ما خوبتر میشود که برگردیم امروز مسئله تاجیکستانی که ما امروز داریم، علاقه ما مثل روسیه برین چقدر ما کدام سال بود من خونده بودم 3000 کودک از خیتایی به دنیا آمدگی به قید گرفتگی است. این یک در تاجیکستان، بله این یک 10 سال پیش بود.
3000 падараш хитоӣ аст. бо берун аз ӯ бигем ки дигар халқиятҳо. мо низ имрӯз дорем яъне ҳамун наслҳоро гум карда истодем, агар тоза нигоҳ дорем гӯем. мо ин мушкилиро ҳам дорем дар дохили Тоҷикистон. аммо ҳамаира Имом Али Раҳмон ба як рақс метавонад ки пинҳон кунад. ё ҷудошавии оилаҳо дар Тоҷикистон имрӯз сабабҳо чӣ аст ки имрӯз оилаҳо ҷудо мешаванд? ман оила доштам, оилам тоҷик буд. хотире ки ман қаллиқ будам, аслан на эҳтиром дошт болои сари ман, на ҳурмат. яъне то ин дараҷа инсонҳоро ҳамун ҳувияти гӯем ҳам фашизмша боло бурдагӣ буданд. дар имрӯз ҳам доранд анамин тарз боло мебаранд. ҳеҷ як таърихи рост ҳақ ман надидам ки як бор як таърихи тоҷик медонистагӣ ҳамун профессорҳо як барномае дошта бошанд. ман бисёр тамошо мекунам барномаҳои торихӣ месохтагишона. як ҷое нагуфтааст ки мо бо як миллат дӯстӣ доштему робитаи сиёсии хуб доштем. доимо моро киштанд, мо ҷанг кардем, шикамомона бириданд, турко моро ин кор карданд, дигареш ин кор карданд. яъне доимо мо хуб будему, дигаро ганданд. ин мушкилӣ бисёр як мушкилӣ аст ки یعنی همین چیز است که برادر عزیز انا همین گونه تاریخ ساختن، از خود مظلوم تراشته تاریخ ساختن، نتیجهش چی میشود؟ یک مردمی خرک در حالت خراکتر مظلوم زندگی کننده از خودش میراث میگذارد خلاص. یعنی همین چیز به تن مردم میشیند که همین خودش دائم در حالت مظلوم نگاه دارد، در حالت ظلم دیده نگاه دارد. یعنی چون که همین ما مظلوم بودیم، ما ظلم دیدگی بودیم، ما را زدگی بودن، کشتگی بودن، از کل 70,000 منو را ساختگی بودن، اسکندر آمد این خیل کرد، مغول آمد این خیل کرد. به ان همین چیز حتی به مردم یک شما نگاه کنید همین چیزهای ترکی روز به روز یک قهرمان میآفرند، یک قهرمان معرفی میکنند، روز به روز یک فیلم میآفرند به مردم معرفی میکنند تا اینکه همون چی مردمه احساس وطن دوستی، حفظ محافظت وطن، جسارت شجاعت برای حفظ وطن، همه این چیز در همون وجودی ملت بیدار کنند، زنده کنند. نواسه از اون که مثال گیریم یک از کلوغ است، یک از تاجیک است، یک از ازبک است، یک از ترک است، یک از قرغیز است. نواسه از این نشان میدهند که انامین وطن وطنی همه. حالا من بعضی برای خودم یکون کارهای جنبست میکنم، میگم کارهام جنبست شد، برای من یک تا توفه یک سری کینوی صلاح الدین ایوبی تماشا میکنم. بعضی وقت همین خیلی میکنم. مثلا همین در فیلم صلاح الدین ایوبی ترکیه مثال که فیلم ترکیه استحصال کرده است، کوشش کرده است که دوستی خلق‌های نشان بدهد. مثلا گریم در یک حکومتی مثال گریم زنگی ها، نوردین زنگی در اونجا کریستیان هم وجود دارد، مثلا گریم بت پرست هم وجود دارد. میرن در مصر که صلاح الدین ایوبی رو برده چی میکنن؟ وزیر میکنن. وزیر میگوید که من سرکف ما یعنی هم کلیسای ما خراب است، باید آباد کرد. میرد از کازنچه‌ی دولت سرکف آباد کرده میتید. باز نشان میدهند که در کمک به حفظ وطن یک زنی خریستیان بدون اینکه سرش پوشیدگی باشد و مثال گریم یکون چی رکنهای اسلامی رو اجرا کند، در حفظ وطن وای کمک میکند، در مبارزه برای حفظ وطن کمک میکند، دستش به شمشیر گرفته جنگ میکند. خطی همه نشان میدهند که وطنداری این است. در ما نه تو کارلوغی، نه تو ازبکی، نه پاسپورت باید تاجیکی بنویسی، باید نامت دیگه کنی، عوض کنی. این خطر دارد، خطر. مردم پاره میکند، ملت پاره میکند. همین نتیجه همین مسئله که همون نفرت های در جوانی ما گفتیم کودکا بدن، مثال قشلاق ها، همین سال 90
нишон дод чӣ қадар миллат болои якдигар яъне нафрат кардан, якдигара киштан. Ин чизам аз як тарафи дигар бигем дарси ибрат бояд ба мо шавад. Не ки асл таърих ин нест. ҳеҷ гоҳ ин намуди ки ино тасаввур мекунанд дар мардум ҳамон образ намегӯянд, яъне таърих ин намуд нест. Омадани Чингизхонам мутолиа кардагӣ ҳастам, аз хроникаҳои Хитой яъне чӣ корҳо кардагӣ аст, куллагиш, яъне аз Қарахонӣ. Ино танҳо барои контроли ҳамон шолкови пут мегӯянд ки аз он ҷо бигӯем ки даромаду ҳамон манбаъҳои хуб буд. Ино ҷангҳои сиёсӣ буданд, халқҳо дар ин ҷо дахл надоштанд. ино ҳамон армияҳо буданд. Замони худаш ҷангҳо баъзе мардонавор буд ки таклиф мекарданд дар ҷои дигар майдон бироянд, то ки шаҳрҳо ва ғайраҳо зарар набинанд. дар ҷои ҳамон то омадани ислом ҷангҳои байни инсонҳо дар ҳамон дини тангрии туркҳо ҳатто ки шикастани ҳамин чӯби тар мумкин нест, яъне иҷозат набудааст. барои ҷои ҷанг ҷоеро интихоб мекардиянд ки дарахт набошад. яъне аз куҷо ин инсонҳо ин намуд нафрату занҳоро икор карданду дигар. яъне ки агар мо то омадани ислом, то қабул кардани ислом агар мо туркҳоро бибинем, яъне хусусан аз нигоҳи ҳамон ақида, боварию дине ки зиндагӣ мекарданд, умуман дигар рафтор доштанд. умуман дигар буд. акмал, ҳамин як нафар бисёр интизор шудааст. гӯш кунем бо камазем бо иҷозаи шумо. бале бошад. ватан мефармоед. ватан. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. хеле масъалаи хубо баррасӣ доред. ба бародар Акмал як савол доштам, иҷозат бошад? бифармоед. бародар Акмал, ҳамин маънои калимаи таърих чист? яъне шумо гуфтед шумо хроникаҳо, яъне бисёр чизои илмия кардед. маънои калимаи таърих чист? таърих ин гузаштаи инсон аст. не шумо илмӣ суҳбат мекунед. шумо китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуровро рад кардед. бале. илтимос гӯед ки таърих чист? ростинек мазмунша намедонам. таърих яъне тарҷума кунам ба тоҷикӣ. тарҷума не, таърих яъне як мазмуну ва матни илмӣ дорад. шумо матни илмиша намедонам. шояд таърих ҳодисаҳои муҳими сиёсии гузаштаро таърих меноманд. ташаккури зиёд. саломат бошед. дар бораи китоби Бобоҷон Ғафуров агар биёем, ман тамоми далелаш қатъӣ меёрам ки мисол аз китоби Бобоҷон Ғафуров ин ба танҳо барои таърихи халқӣ ҳисоб мешавад, аммо таърихи гӯем ки аз он ягон ҳодисаи Осиёи Миёнаро бигирӣ ва кори илмӣ кунӣ намешавад. сабабаш Бобоҷон Ғафуров ягон худаш кори илмӣ бурдагӣ нест, яъне ки ягон археология, ягон чида кор кардагӣ нест, танҳо такя ба манбаъҳо карда навиштагӣ аст. яъне ӯ манбаъҳои асил ҳаст худаш. дигар ҳоҷият нест ки ба аз китоби Бобоҷон Ғафуров гирем. яъне худи Бобоҷон Ғафуров, манам метавонам мисли Бобоҷон Ғафуров тамоми манбаъҳои хитою арабу археологияҳои қадим ва имрӯза такя карда аз онҳо ма битонам мисол бигӯм ки ин моли қалиқ буд, ин моли қалиқ буд гуфта навиштан мегирам. азбаски ман меомӯзам ки он минтақа аз фалон аср то фалон аср қалиқҳо зиндагӣ мекарданд. яъне шояд ӯ моли дигар кас бошад, ҳамроҳи ҳамон қалиқҳо зиндагӣ кардагӣ инсонҳо. аммо ман метавонам ки бигӯм ин моли қалиқ буд, азбаски яъне минтақа тааллуқ ба қалиқҳо дошт. ин гӯем такя мешавад, танҳо такя ба манбаъҳо мешавад. барои ҳамон бигем китоби Бобоҷон Ғафуров, яъне дар китоби халқӣ сохтан мешавад, ин ҳамон ҷомеаи ҷаҳон, олимои ҷаҳон инро ҳамчун як манбаи такя эҳсос қабул кардагӣ нест. ки гуфт ин гап? ман мегӯм. масалан як нафар таърихшиноса бигӯяд ки ҳамин гапи шумо гуфта бошад. шумо метавонед ки аз ҳамон китоби Бобоҷон Ғафуров дар гугл бизанед ки яъне ҳамин аз олимон чӣ баҳо дода шидагӣ аст. масалан як олиме бигӯяд ки, як олими таърихшиноса бигӯяд ки
نوشته های باباجان غفورов همچون نویسنده علم تاریخ قابل خودی اعتماد علمای نیستن. روس خودی علمای روس و مثلا خودی کی؟ نامش در خاطر نیست، خیلی علمای روس قبول کردگی نیست، یعنی که همچون تاریخ هست یکی همچون منبع تکیه کردن، خیلی بابا جان غفور در منبع ها تکیه کردگی است. اصلا نه، اصلا این خیلی است. اصلا کتاب تاجیکان باباجان غفورov که مثلا گریم یک کتاب تاریخ در نوشتن کدام نزاکت های داشته باشد همش دارد. بله، در از نوشتن منبع ها کتاب تکیه. تاریخ، بله در نوشتن کتاب تاریخ مثلا گریم علم تاریخ یک کتاب دارای کدام خصوصیت ها باشد به کدام مثلا گریم کچسو ها جواب دهد به همش جواب نمیتونه، میتید. نه جواب دادن به نمیتونه. همش جواب میتید. در جواب اینجا دادن مثلا گریم من بیشتر کتاب های تاریخی اسلام خوندگی هستم و تاریخ تاجیکان باباجان غفورov هم خوندگی هستم. اصلا در هر زمان برادر عزیز تاریخ زورها میسازنده، تاریخ زورها می نویسند. اصلا حاضر تاریخ تاجیکستان امام علی رحمان نوشته شده است و خواهید نخواهید یک قسم معین یعنی تاریخی که حاضر خودش پیشوا گرفته سازنده مثال گریم چی میگود غمخواری تاجیکان جهان و دیگه همین چیزایی در یک کنج تاریخ همین میموند. خواهید نخواهید در یک کنج تاریخ همین گپ میموند. لیکن همین چیز یعنی که بیاین یک سوال کنم شما را، همین تاریخ شما قبول دارین؟ همین تاریخ امام علی را مثلا راست قبول دارین؟ در اینجا این چیزه، این معلومات یک معلومات الटरनेटिव्ی، این معلومات یک معلومات الटरनेटिव्ی دقیق با شاهدان دقیق با اهل مثلا گیم اهل صادق راست قول این چیز رد کرده میشه. لیکن هر دو در تاریخ میماند برادر. برای همین معلومات یک طرفی دیگر داشته، تاریخ یک چیزی است که معلومات یک طرفی یک چیزی دیگر داشته طرف دیگرش رد کرده نمیشه در تاریخ. تاریخ همین خیلی چیز است، یعنی هر دو همین معلومات وجود دارد، هر دو همین معلومات وجود دارد، هر دوش هم قبول است، لیکن یعنی سزاوار به اعتماد کدام معلومات است؟ اینه مثلا گریم کسانی که مداری علم تاریخی دارند اونها انالیز کرده گرفته جدا کرده میتیان. خودی باباجان غفورov هم مثلا گریم یکی از کارهای خوبش در تاریخ نویسی همین تاجیکان نویسندگیش یکی از کارهای خوبش همین است که بعضی قولهای ضعیف هم آوردگی است و شما گفته است تحقیقات بردگی نیست، گپ‌های تحقیقات خیلی اکثریت گپ‌های باباجان غفورov تحقیقاتی است. همین از این میبراید که شما کتاب تاجیکان خوندگی نیستید. اکثریت گپ‌هاش تحقیقاتی است. چون یک چیزی که شما گفتید من با شما موافقم، گفتید که مثلا گیم گپ‌های دیگران آوردگی است، گپ‌های دیگران برای فکت گپش آوردگی است، برای تصدیق گپش آوردگی است که به همین فکر من مثلا گیم امیخ گپ در فلانی هم هست، فلان مثلا مورخ یا تحقیقاتگر یا اکسپدیتوری که مثلا گیم به سرزمین‌های آسیای میانه رفتگی است، به بخارا رفتگی است، به سمرقند رفتگی است، کارهای علمی بردگی است، او همین گپ‌های گفتگی است و همین گپ‌ها هم وجود دارد. این هم کاری ساده نیست، این هم تحقیقات علمی حساب می شود. برای همین مثلا که همین به همین گپتون که در گپ‌های باباجان غفورov در تاجیکان گپ‌های تحقیقاتی وجود ندارد، خودش تحقیقات بردگی نیست، تحقیقات علمی بردگی نیست، این گپتون نادرست است و به شما توصیه می‌کنم که این مسئله یک بار کتاب تاجیکان رو بیارید. اون در اونجا مثلا گریم این است که گپ نادرست هست، این گپ نادرست هم وجود دارد در کتاب تاجیکان باباجان غفورov، این رد نشونده است. یعنی کتاب تاجیکان باباجان غفورov قرآن کریم نیست. بله. یعنی درباره حدیث‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم امروز چی میکنیم؟ بحث میکنیم این حدیث ضعیف است، این حدیث حسن است، این حدیث صحیح است، مثلا گریم این حدیث موضوع است. گفته درباره حدیث‌های از پیامبر چی میکنیم؟ بحث میکنیم. ولی تاجیکان باباجان غفورov گجا این مسئله که شما گفتید که درست است، شما درست درک نکردین، شما درست درک نکردین. یعنی سخن ما را گفتم که یعنی باباجان غفورov خودش در یگان ارخئولوژیکی کار
ягон экспертизия корои экспертизия бурдани моликиятҳо, яъне ин тахассуса надошт. Ӯ инсон манам метавонам ҳозир нависам, мисол гирем бугум ки тоҷикон фалон буд, яъне ки боз ҳамун гапа ман аз як китоб хондагӣ худам ҳамонро менависам, бо ҳамун гапа аз ӯ китоб боз далел меёрам болоста. Мешава халос ҳамон бигем, яъне ҳамин хел омадагӣ аст. байни экспедитори, байни археологу, байни таърихнавис фарқ калон аст. таърихнавис менависад, ҳама ҳамин маълумотро мегирад, таъриха менависад, ҳамин маълумотро меомӯзад, менависад. таърихнависа вазифааш ҳамин қадар аст, аз ин зиёд нест. ҳамонро гуфта истодам. аксаран таърихнавис чӣ кор мекунад? ҳоло ҳамин фақат танҳо ба ҳамин гаптон ман мувофиқ нестам. таърихнавис чӣ кор мекунад? такияи асосии таърихнавис ба маълумотҳои дақиқ, ба маълумотҳое ки масалан гирем чиш далелиш бақувваттар аст ва аз дохили далелҳои заиф, гапҳои заиф, афсонаҳои ки мисол гирем ҳамчун таърих оварда шудаган аз дохили ҳама ин гапи дуруста филтр мекунад, таърихи дуруста ва ба мардум пешниҳод мекунад. вазифаи таърихнавис ин қадар мисол гирем рафта кофта аз чиҳо дар вай сикка чӣ нависта шудагӣ аст, вай рафта кофта баромада, таърих археолог ё мисол гирем чӣ нест. бале, яъне барои ҳамин мегум ку барои ҳамин китоби Бобоҷон Ғафуров мисол одамо мегӯянд ки ҳамун олимҳо ва ғайраҳо мегӯянд ки ӯ инсон баъд аз гузаштаҳо дар ҳамун манбаъҳо такя кардагӣ аст. халос имрӯз ҳозир ман агар як чиро нависам дидагӣ чизома, яъне ин асл ҳаст. не ки ҳозир ман агар замони гузаштагонмона нависам, ман дар манбаъҳо такя кунам, яъне ки китоби ман манбае намешавад ки аз китоби ман як инсони дигар манбаъ гирифта битонад. барои чӣ? барое ки манам такя кардагӣ аст. яъне инҷа масъалаҳои ман шумо доли як ҳуҷҷат аст роӣ мекунам. агар мегуфта ҳамун олима мегӯянд ки агар ҳозир ҳамун Бобоҷон Ғафуров мебуд, агар амира наменавишт. яъне ҳамун замонам Бобоҷон Ғафурова маҷбур кардагиянд ки амира нависа. ман шумода роӣ мекунам аз тарафи растия маҷбур. масалан гирем ҳамин таърихи табарӣ хондагӣ бошед. таърихи табарӣ нахондам. як характери навишти чӣ дорад? хос дорад, ба таври алтернативӣ менависад. яъне ки дар бораи масалан гирем дар бораи таърихи Миср гап зада истодааст. таърихи Миср мисол гирем дар бораи ҳазрати Мусо гап зада истодааст, мисол дар бораи Фиръавн гап зада истодааст. дар ҳамон замон дар замони Форс мисол гирем ки подшоҳ буд, чӣ кор мекард, якбора алтернатива ин ҳам мебиёрад масалан. ва таърихи табарӣ худи мисол гирем солҳои 900 агар хато накунам мелодӣ нависта шудагӣ аст. ҳамин чӣ мегӯд аввали асри да таърихи табарӣ тақрибан масалан яке аз таърихҳои ки аз вай мисол мебиёранд, гапҳои заифаш ҳам хеле зиёд аст. аз мисол мебиёранд тақрибан табарӣ баъд аз 400 сол навистагӣ аст. 400 соли охирин пайғамбари ислом аз замони одам алайҳиссалом навистане сар кардагӣ аст. рафта одам алайҳиссалом устахонша кофта дида чӣ карда, не охир ҳамин аз рӯи чиҳо гирифта аз рӯи ҳамун чизу. бале, ҳозир бибинен Ӯзбекистон рӯзи дуроз таърих менависа, и бобомуз гуфта ҳамара бобомуз навишта истодан. яъне ки ин ягон асл надора ва китоби ино манбаъ шида наметавонад ки мисол гирем ки фардо як одам кушояву гӯя ки воқеан Абу Али ибн Сино ӯзбек будааст ё ки воқеан фалони ӯзбек будааст. яъне ин манбаъ шида наметавонад. сабаб чӣ? сабаб ино ҳамун манбаъода такя карда ҳамун балансша кофта, хотире ки ини зиндагӣ кард, имрӯз ин минтақа дар ҳудуди Ӯзбекистон қарор дора, шояду бояд гуфта, яъне ҳамун ҷояша кофта ба номи худ чун оформид карда истода. ва китоби Бобоҷон Ғафуров ҳам низ аксар такя дар торихи яъне сӯхт кардагӣ аст. ман куллагиша нахондам, аммо ҳамун олимоне ки баҳо додагӣ ҳастанд, ман баротон мепартом. ҳамаи ҳамун такяҳош гӯем ки дар манбаъои ҳамун гузаштаҳои суғдира мисол оварда. яъне бигем ҳеҷ гап надора. аммо нигоҳ кунед,
نگاه کنید اصلا این گفته های شما چی میگوید یک چیزهای یک جانبه هست چون که اینا وقتی که یک گپ گفته شد طرف دیگرش هم باید نگاه کرد جانب دیگرش هم باید اهمیت داد مثلا گریم شما نگاه کنید وقتی که بابا جان غفورов یا که یک تاریخ نویس یک تاریخ نوشت از روی این گفته است از روی اون گفته است یا که مثال گریم در ازبکستان ساخته است گپورو ساخته ایستادن همین چیزها نه در اصل ما نگاه کنیم که نگرید مثلا گریم فارس ها تقریبا تاریخ 2500 ساله دارن گفتیم یا که مثال گریم حالا بعضی ها میگن از 3,500-4,000 سال زیاد است چرا چنین میگن برای آن که با دریافت های تاریخی مثال برای چی هم تو از آسمان ربط نمیدهند این چیز رو با دریافت های تاریخی مثلا گریم 2,500 سال پیش پیدا شدگی مقایسه میکنن که اونها با کدوم زبان گپ میزدن کدوم کلمه ها رو استفاده میکردن و کلمه های استفاده بردگیشون چی است و از روی همین مثلا گریم میگن که اینها فارس بودند همین زبانی که ما امروز گپ زده ایستادیم همین زبانشون بود لیکن مثلا گریم یگان زبان با گذشت زمان با اصل خودش با اصل همون پیشتری خودش باقی نمیمونه چون که معاشرت ملت ها وجود دارد و دود گرفت های اقتصادی بازار یکدیگر به رفتن گشته آمدن نام مال یک ملت گرفته آورده در اینجا به همون نام خودش فروختن همه این چیزها تاثیر خودش میکند و زبان یک کمتر تغییر مییابد لیکن اصل زبان برمیگردد به همون ریشه خودش برای همین ما امروز نمیگیم که نه این فارس ها اون روز پیدا شده بودن و پیشنگی ها سعودی بودن بختری بودن این خیلی نادرست است این خیلی مطرح کردن گپ ببینین آمدن فارس در آسیای میانه بگیم همش عیان هست یعنی کدام وقت آمدن ترک نیز در اینجا عیان هست کلگیش و سوخت هم یعنی مردم سوختی ها آمدنش عصرهاش معلوم است یعنی اولین قدیمترین سرزمین یعنی مردمی که اینجا زندگی میکردن سوختی ها یعنی با نام سوختی ها زندگی میکردن یعنی این سرزمین داخل داره اصل بگیم که مردمی سوخت زمین است اما برای چی ما با جون غفور فوزی بالاش صحبت داریم و بابا جان غفورов سوختی ها را تاجیک گفته نوشته است از بس که فارس و سوخت در تاریخ این علاهیده هست یعنی یک ملت نیستن اینو و بابا جان غفورov فارس هم تاجیک گفتگی است در منبعش سوختی هم تاجیک گفتگی است برای همین من گفتم که این مسئله به چخور نرویم چون که این مسئله با شما علمی حتی با حجت های علمی هیچ کس راضی شده نمیتوند با شما این مسئله چند قدر حجت لازم باشد میبیارد که شما نادرستید این مسئله باشه هیچ مشکلی نداره من هم قدر حجت دیگه این مسئله یک میمونه فقط به موضوع برگردیم به موضوع برگردیم من شخصا نظرم چی است نظرم این است که در تاجیکستان ما باید یک ملت رو بسازیم ملت فقط تاجیک نه ملت گفته ما ملت گفته قبیله رو میفهمیم ده یک قبیله فلانی ها قبیله قرالو ها قبیله تاجیک ها قبیله ازبک ها همین خیلی گفته میفهمیم یعنی ملت همه رو در همین تمام شهروندای تاجیکستان رو باید در بر گرفته باشد و هیچ کس یگان نفر در تاجیکستان یگان اقلیت خودش بیگانه احساس نکند خودش بیگانه حس نکند با داشتن زبان دیگر با داشتن قوم دیگر با داشتن فرهنگ دیگر به خاطر جغرافیا حاضر همین شبیه روس‌ها مردمی بدخشان تاجیکستان بچه اوگای کرده است درست است همین چیز در وطن من نباید باشد
اینا درست است. مجبور کردن که مردم بدخشان دیگر بگه که من توجیک نیستم. مجبور کردن. انمی موضوع برداشتگی من همین است. حاضر مجبور کردن که اکمل استانایف بله. برایت مثلا مخصوص برنامه های کندو بگوید که مثلا من ملت من از توجیک قدیمتر است، توجیک یک گپ سیاسی است، من ملتم. با این چیز انمی سیاست امروزی تاجیکستان آورده مجبور کرده آورده رسوندگی است. حتی یک مرده با وقار و مثلا یک مرده شجاعی همین عضوی همین تاجیکستان مجبور کند بیارد ورق زند کتاب خواند مثلا و ثابت کرده برارد که این ملتش ملت قدیم است و بدونید همین شما هستین که قدیم نیستین بگوید. نه اینجا یک مسئله هست آقای شوکت. ببینید هویت انسانی است، هویت سیاسی هست و خصوصا نام قلق هم این نام ملت نیست، این نام سیاسی این ملت هست. یعنی در داخل این 9 قبیله دیگر 9 ملت دیگر در یک نام سیاسی قلق آمدگی است. من ایرا گفتگی هستم، من نه تنها یک تاجیک گفتم که نام سیاسی هست، یعنی ما بلاق هستیم، چیگیل هستیم، این درون در 9 قبیل ملت با نام ملی خودش هست. یعنی که این نام قلق کگانت قلق تشکیل می شود، این یک نام سیاسی، یعنی قرخانی ها شدن آمده، بعد از این آمدن قرخانی ها شدن، اما ملت خودشان بعدا اینو قلق دانستن. خاطرش 200 سال پیش اینو سر همین هویت قلق، یعنی یک نام سیاسی قلق ده اینو ملت ساختن. دیگر نگفتن که من چیگیل هستم، من یغما هستم، من بلاق هستم، یعنی این گپا رو نگفتن و گفتن ما قلقا هستیم. اینم نام سیاسی است. ما تنها همین چیزا را درست درک کردن نمیتونیم که همین فانتزیای دروغی همون هویت سازی قطعی هم قدر آورده. واقعی تاجیک نام سیاسی است، تاجیک گفتنی ملت نبود نیست. یعنی که این چیزا ما درست قبول کنیم، بله امروز هست، اما تاریخ در کجا ما میابیم نام تاجیک؟ مثال سامانیان، اون نام هویت نام سیاسی بود نه نام ملی. یک سامان همون دادی خدا سامان خدا همون بگیم سلاله همون آدم ساختن، اما زبان فارسی بود در اینجا. هیچ جا در سعودی که سامانی تاجیک هم گفتگی نیست، یعنی خیلی سامانی هم گفتگی نیست. سامانی دولتش بود سیاسی، خودش فارس میگفت خودش. در یگان جا گفتگی نیست این کلمه را که من سامانی هستم و من چی نیستم. یعنی دولت ها اصلا در هویت سیاسی ساخته می شود. یک نام اختیار میکنن. مثال زبان تاجیکی از من بگم نیست، این شیوه از فارسی است، این زبان تاجیکی گفتن اشتباه است. سبب چی؟ سبب زبان اصلی فارسی است، این شیوه هست. مثال زبان ازبکی وجود نداره، این زبان ترکی است، شیوه. زبان قلقی وجود نداره، این زبان ترکی است، شیوهش قلقی است. ما تنها همین چیز درستتر میخوام که بفهمونه مردم در که مردم عاقبت ما فاشیسم و اینم خیلی چقری ها در نریم که ما را بتونه یک 4 انسان فریب کنه تا بتا تو فخر کرده یک انسان بگه که زبانی من فارسی. شما یک سوال. همین چهارشنبه گفته بود که من تاجیک نیستم، من پامری ام. همین مثلا شما میگید که مثلا من تاجیک نیستم، من قرلقم. همین چی شما همین گپ گفتم رو وادار کرد؟ مرا این چیز وادار کرد. مثلا به نظر شما چهارشنبه چی مجبور کرد که بگوید که من تاجیک نیستم، من پامری ام؟ یا که اکمال استانایف چی وادار به اون کرد که امروز همین مسئله خود رو بردارد مطرح کند؟ مسئله که در داخل تاجیک، یعنی که خلقیتی که خود تاجیک میدونه، دایما از اونها طرف ما یک سنگ زده میستن، یک چیز شیده میسته. عادی ترین ما یک تاریخ قلقا را مانم در پایانش 1000 تمر حقارت میکنن، نباشه چی زور آمده است بر همون مردم بخیزه همی کار کنن. یعنی که این مسئله همون
тарихдор ҳамун тарихнависо ву тарихсозо ву телевизион ҳамин нафратҳоро дар дили мардум бештар мекоранд. яъне ки моро киштанд, каломона бридан, қалъа сохтанд турко, дигар. ин мардум мо ин нафрата надорем. ин нафрати бигем худи тоҷикҳо моро маҷбур мекунад ки мо дигар бигем ки тамом, яъне ки ҳаминҷа точка. то ин вақт ман мисол доимо ҳуввияти сиёсии тоҷикӣ қати кор кардаги ҳастам, чи дар Тоҷикистон, чи дар берун, дар ҳамаи ҷо бошем мо, чи дар спорт боша. ҳозир ҳамин палвонои Тоҷикистоне ки агар мо аз СССР бигирем то имрӯз якташ астанатҳои рамакии худам ки дар таърихи Тоҷикистон ҳамун зудои ҳамун тоҷикӣ дохил шидагӣ аст номаш, я ҳаёт ин номи тоҷик қати ворид шидагӣ аст, ё ки ҷоҳонполвона бигирем номи тоҷик қати ворид шидагӣ аст. мо тамоми ҳамин хизматҳои мо дар ҳуввияти ҳамин тоҷик сохта шид, яъне тоҷиксозӣ кор кардем, аммо ҳеҷ мо дар дохили тоҷик ҷойӣ нашидем. ин ҳаст, ин маҷбур кард ки мо дигар бигем ки биё ка ҳамин монем. чоршанбера низ ҳамин чиз маҷбур кард. яъне ҳар ҷойда бошад, худи ман дар дохили Тоҷикистон чи аст мисол кароҷ Ленинободиё ино муғуло ҳастанд ё будико ҳастанд, ё да бовар накунен, ёра бояд гуфти ҳамун ход натем. Помириё ё ҳамун насли ким ки ҳастанд, кароҷ ёсо Гамсуан ё Ҳарроман, кароҷи ёра ҳамун яъне ход натем. яъне моро ҳамин хел тарбия мекунанд. дар ин нафрат, дар он нафрат, дар дигари нафрат мо надидем барномаҳои меҳрӣ бошад дар якдигар. яъне мо шуморо ҷидо накардем, шумо садсолаҳо моро ҷидо кардем, аммо имрӯз вақте ки мо ҷидо кардем дар назаротон тофта монд. ин ҳаст мушкилӣ. яъне чоршанбе ҳам фикр кунам ҳамин масъала буд ки дигар мисол қаҳрамонои Бадахшон куллагиш барои ҳуввият рӯҳияти тоҷиксозӣ кор кард. ҳеҷ мушкилӣ надошт, касе худша ҷидо накард. лекин ҳеҷ нашид ки мардум поколени ояндаро тарбияи дуруст кунад, мардум ира қабул кунад. мо ҳама вақт бегона сохтем якдигара. ҳамин чизо маҷбур мекунад ки оғои Шавкат дигар бигӯй ки хоб ман бегона ҳастам. чаро якта гапи ман ки ман қалғ ҳастам иқадар мардуми тоҷик да сахт расид, лекин рӯзи дуроз бигем ки моро ино атавкат мекунанд, яъне нормал ҳаст, хайма бигӯм тамом, биё мо қалғ ҳастем. ана ҳамин ҳолати худбартарбинӣ, худро аз дигаро боло донистан, худро аз дигаро баланд донистан, ҳамин фашизм аст. ҳамин ҳолати нозӣ, яъне фашизм ба тоҷикӣ нозидан мешавад, ба худ нозидан. ҳамин ба худ нозидан фашизм аст. ва оқибати ана ҳамин фашизм ҳамин миллати гирди ҳамин қавмҳои гирди атроф, ақалиятҳои гирди атрофа зидди худ хезондан аст, алайҳи худ бадбин кардан аст. ва ҳамин акмалбоин бачаҳои басавод алайҳи тоҷик таърих месозанд, таърих мекобанд, таърих менависанд. боз яъне як алтернативи таърих ба миён мебиёяд. бо овардани далелҳо ва агар масалан гирем фарз кардем Бобоҷон Ғафуров барои як китоб кофта ёфтан аз библиотеки Москав ба библиотеки Санкт Петербург рафтагӣ бошад ва чанд газета ҷамъ кардагӣ бошад, чандин сола китобҳои таърихи ҷанг, ҳозир ҳамин мешинад, тамоми технология дар пешиш аст, тамоми маълумота масалан гирем агар Бобоҷон Ғафуров дусе хона китоб ҷамъ кардагӣ бошад, ҳозир Акмал Астанаев метавонад ки як 30-40 хонава меғунҷидаги китоба дар дохили як компютериш ғунҷонад. ҳеҷ ҷои хонаша намегирад. вале Бобоҷон Ғафуров ҳам бечора барои як манбаъ гирифтан чӣ қадар аз КГБ-ҳо иҷозат гирифтагӣ аст. моҳҳову солҳои интизори ҷавоби КГБ шидагӣ аст ки ӯ як манбаъ ба ӯ тияд. барои ҳамин ин гуна муносибате ки режими имрӯза карда истодааст, ин хиёнаткорона аст, хиёнат ба миллат аст, хиёнат ба давлат аст. ҳеҷ ҷои яъне чӣ мегӯд баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ, ин гап нодуруст аст. бо ин тарз ҳуввияти миллӣ баланд бардошта намешавад.
هویت ها رو برای هویت ملی چه خیلی بلند برداشته می شود در حال مسابقه سالم. بله. هویت ها از خودشون درک میدهند، تمام ملت ها اقلیت ها از خودشون درک میدهند و یک مسابقه، یک رقابت سالم بین ملت ها، بین قوم ها، بین اقلیت ها به میان میبیاید. همه مثلا گریم در شناسایی از فرهنگ خودش، از تمدن خودش، از تاریخ خودش، مثلا گریم از عادات خودش کوشش میکند و هم گوناگون فکری، گوناگون فرهنگی به میان میبیاید. در نتیجه چی میشود؟ یک کشور فرهنگش بوی میکند. فرهنگ های گوناگون در یک کشور یعنی شناسانیده میشوند، به نمایش گذاشته میشود فرهنگ های گوناگون و این فرهنگ یک ملت، یک کشور بوی میکند. و یک نظری همه برار همه یک کشمی کاستوم داشته باشد، یک خیلی گالستوک داشته باشد، یک خیلی پریچوسکه داشته باشد. این مثلا گریم یا سفید یا سیاه، این ملت داری، دولت داری، فرهنگ داری نیست. یا سفید باشد یا سیاه باشد یا تماما نباشد. حضرت همین خیلی کشور ساختن اینها. برای تاجیکستان، در تاجیکستان دو رنگ وجود دارد، یا سفید یا سیاه. کسی با همین حکومت باشد سفید، کسی با همین رژیم نباشد سیاه، تمام. یا اینکه کسی تاجیک باشد سفید، کسی که تاجیک نباشد تمام، قبرش کندگی در تاجیکستان. این سیاست نادرست است. نه عجیبیش آقای شوکت، عجیبیشی است که چیز میگوین ولی در هر یک چیز یک دلیل رد کننده هست، یک دلیل قبول کننده هست. بله. مثال گیریم در همه چیز و مثال تا همین روز ما یگان بار همون رد کننده منبع برای بگیم که همین تاریخ ها کفتگی نیست، مثال چی کردگی نیست. اما وقتی که من یک تاریخ خدمت میمونم در جایی که یک دوست مثال من اگر یک تاجیک یک تاریخ همونه تو همین روزا من در تاش فخر کرده مثال لایک میمونم، پادرچکا میکنم. ما یک تاریخ خدمت میمونم در پایانش یک داشنام، یک اخبارات تو نسل چنگیزخان، تو نسل فلان، تو کوچمانچی، تی جودا کوچیده آمدگی متر راه دادگی هستی، تو زمین نداری، تو وطن نداری. همین چیزو مجبور میکنه که بعد من برای تاریخ اینو را رد کردم با چی کنم منبع بکنم که تا کجا اینو گفتهاشون درست است. همین چیزا عاقبت میاد با میان. حالا یک سوال به شما، مثلا حاضر همین تاجیکستان، شما این آدم کوچک نیستید. وقتی که یک آدم برای آموزش خودش وادار میکند، میکابد، کاوش دارد، این آدم خیلی یک شخصی است که اقلا خودش احترام میکند. برای همین سوال من به شمایی که یک نفری که خودش به خودش احترام قائل است این است که شما همچنین یک عضو یک اقلیت های ملی در تاجیکستان چگونه دیدن میخواهید؟ من در همین مسائل، فقط در همین، از موضوع نبریم، فقط در همین مسائل چگونه دیدن میخواهید؟ من تاجیکستان عزیزی که امروز هر کسی که در اونجا هست البته که یعنی یک ریشه قدیم خود داره که جا آمدگی است، یعنی از آسمان غلطیدگی نیست، از یک جای آمدگی است. مای قلقو هم باشه، فارس هم باشه، دیگرش هم باشه مثال. و یعنی که یک دیگر را طعنه زدن که اینجا از من است نیست نباشه، یعنی که از ما هست. تا از من شاید 10 سال پیشتر اومدی یا 100 سال تا از من پیش اومدی. مثال من بعد 100 سال اومدم، هیچ مشکلی نداره، شاید من از 100 سال پیشتر اومدم. یعنی من تاجیکستان همون سرزمین بهشت زمین من این خیلی میخوام ببینم که هر یک اقلیت هایی که همون ملت هایی که هستن هویت اونو، روحیت اونو، فرهنگ اونو در اون سرزمین رشد شود. که اون سرزمین تاجیکستان نام داره،
ما در روز سرزمین روزی زبان خود ما ندارم که روزی زبان قرلوغی ما ببرم یک جشن بگیرم، یک آش کنم، 4 کس بشینیم. من ندارم که یک صنعتکار داشته باشم، من اکتیور ندارم، من معلم ندارم، من تلویزیون ندارم که حداقل هم تبلیغی حکومت هم تبلیغی بگیم هویت زبان خدمت داشته باشم. من نه فرهنگی دارم نه علمی دارم در سرزمین. مثل اونه که امروز من در همین خانه کوارتیرانت هستم، در همین خانه یعنی اجاره نشین. من در این خانه حقی ندارم در دیوالش یک میخ بزنم، از بس که من امضا موندگی هستم که یعنی خانه را جوشده نمیرسم. امروز من در تاجیکستان بعد از فهمیدن شناختن خود ما یک مثل یک کوارتیرانت احساس کردم که ما در تاجیکستان حق ندارم هیچ کار کردن در نه زبان، نه فرهنگ، نه مدنیت، نه کلتور، نه یک روزی خوراکای ملی داشته باشم، نه یک روزی لباس ملی داشته باشم. هیچ چیز ندارم. هیچ چیز. یعنی ما میخواهیم آینده تاجیکستان همین مدنیت رو یکدیگر یعنی دستگیری کنیم، بر به بر باشیم. روزهای زبانهای دیگر ملت ها هم یک روزی فرهنگی دیگر ملت ها هم در تاجیکستان بگیم که جشن گرفته شود. ما نمیشه فرانسه هم بریم تاجیک گفته برقصیم، امریکا هم بریم تاجیک گفته برقصیم. روزی زبانی تاجیک روز تاجیک زبان داره، ما زبان نداریم. تاجیک فرهنگ داره، ما فرهنگ نداریم در این سرزمین. یعنی این چی گپ است که کلگی هویت تاجیک اجازت باشه، دیگر هویت هیچ حقی نداشته باشه؟ این چی است اصلا؟ یعنی ما طرفداری هستیم، ما شما را میپذیریم، پس شما ما را بپذیرید. ما هویت سیاسی تاجیکی داریم، ما هویت ملی خودمون نداریم. در سیاست ما تاجیک هستیم، اما در کوچه میگن که در کوچه تاجیک، ما در خانه خلق هستم. من حق زبان داشته باشم، من حق خط خدمت داشته باشم. نباید دوی ما طعنه باشم که ای تو خط نداری، ای تو تاریخ نداری، ای تو ملت نداری، ای تو یک کوچمانچی هستی. عادی ترین یک کودکی که هیچ چی را نمیدونه خلق بگوی، اگر حتی یک ازبکی میگه تو فرق ازبک، فرق خلق، فرق لقای، این در ترکان 92 هویت هست. اینو کلگیش یک نیست. یعنی هر یک تایی هویت خودش داره. در تاجیکستان برای ما دی انتخاب میتن یا ملت تا ازبک بنویس یا تاجیک بنویس. یعنی این چی است؟ من نه ازبک هستم نه تاجیک، من نه از دشت قیپچاق آمدگی هستم، نه بگیم که از ایرانی باستان. ما از خطی که بگیم عادی طرفی تای خیتای آمدگی هستم، از کوه آلتای. من هویت خدمت دارم. خلق اگر در اینجا من از آلتای آمده باشم، یکی دیگه از ایران آمدگی است، یکی دیگر از دشت قیپچاق آمدگی است. این فرق میکنه این چیزا. چرا ما یک دیگر را احترام نمیگذاریم؟ چرا ما دائما میخواهیم که خدا بالاتر بدونیم؟ برای بالاتر موندن باشم من نمیتونم تاریخ بالاتری، هویت بالایی که از عصر 7 هویت قلق همچون جمشیدگی در خرونیکای خیتویا همچون احترام، پسال، روابیو، داده گرفت، حتی که جایهایی که هست که همون خیتوی همون امپراتورهاش در قلعه دولت دادگی است، یعنی که دن دادگی است که تا که جنگ نکنه قطعشون. یعنی امپراتور بزرگ بود. یعنی دولت قراخانی ها ما هم براستی خود تاریخ داریم، هویت داریم، زبان داریم، تمدن داریم. یعنی همین چیز رو احترام گذاشته شود از طرف برادرای تاجیکی ما. اگر که برادرای تاجیکی احترام نمیگذاره، خیلی دیگر ما مجبور هستیم دیگر دفاع کنیم از خودمون. بس بده که ما خاموش شینیم. همین گپوی برادر اکمال استانایف یک دود فریادی یک عضوی جامعه تاجیکستان است. دود فریاد یک مثلا گریم یک درد و علمی یک عضوی تاجیکستان است. ما تو درجه تو اندازه مناسبتمون به همین حالت آورده رساندگی هستیم که
مردم باید بگوید که منم انسانم. وقتی که یک نفر این خیل برآمده منم انسانم میگوید، این به چی دلالت میکند؟ به نبودن عدالت اجتماعی، به نبودن برابر حقوقی. یعنی تاجیکستان از جهت سیستمی دولتداری کشوری حقوق بنیاد است، لیکن در مناسبت به شهروندانش یگان همین پرینسیپ های حقوق بنیادی رعایت نمیکند. تاجیکستان از جهت مثال بگیریم دولتداری کشوری یگانه است، یعنی از روی سیستم تاجیکستان دولت یگانه بوده، یعنی جغرافی تاجیکستان از جزیره های عبارت نیست، مثلا گیریم از سوبکت های علاهیده عبارت نیست، از یک ملتی مثلا گیریم چی عبارت نیست، یعنی ما یگانه هستیم. یعنی سرجم بودنی همین تمام ملت ها با اقلیت ها رو سرقانون کفالت دادگی است. میگوید که همه در نزد قانون برابرند. اگر همه در نزد قانون برابر باشند و تاجیکستان کشور حقوق بنیاد باشد، باید ما مناسبتمون با مردم بدخشان دیگر کنیم، مناسبتمون با اقلیت ها باید دیگر کنیم. در همین حالا به نزدیکی به یک چی دوچار شدم من در حالت حجت نگاری. مثلا یک کارخانه دوستان در همین اروپا تشکیل کرده بوده است. افغان سن سال کارگری میگرفتگیش نشون داده است. سن سالش بیچاره دیسکریمیناسیون گفته جریمهش کردن. درست است. سن سالش نشون داده است که از فلان سال تا فلان سال به کار میگیرن. بیچاره تو دیسکریمیناسیون کردی گفته جریمهش کردند. در پیش قانون جواب داده است که حتی سن سال نشانه میده در اینجا. حتی مرد به کار میگیرم یا زن به کار میگیرم نه، در عموم اگر کارهای مخصوصی زنخانه باشد یا کارهای مخصوصی مردخانه باشد، یک کارهایی باشد که این کار زن هم کرده میتونه باشد، یعنی مردم حق داشته باشد کار کند، در اینجا مرد رو به کار میگیرم زن رو نمیگیرم، زن رو به کار میگیرم مرد رو به کار نمیگیرم، گفتن حق نداری. تو این حالت آورده رسوندگی هستند. یا فقط نمیس باشد، در مثال گیریم زبان داند طلبات وجود دارد، زبان داند طلبات وجود دارد، چون که در اونجا مناسبت کردن در کار اومده، با تکنولوژی کار کردن در کار، با رهبر گپ زدن در کار، با کارفرما مناسبت کردن در کار. برای همین زبان باز هم در اینجا وجود دارد کارهایی که مثلا زبان دانستن حتمی نیست. زبان دانستن حتمی نیست، لیکن اکثریت جو زبان داند چی میکنن، اما مثلا فقط نمیس باشد یا فرانسوز باشد، فقط پلیک باشد، این خیلی گپ وجود ندارد. انا برای همین هم این مسئله های از بین بردن لازم است. من راستی دیسکریمیناسیون همین یعنی جایی که دیسکریمیناسیون هست فاشیسم هست. همین مسئله های دیسکریمیناسیون برای چی تو این حد چکور رفتگی هستن؟ برای اون که فاشیسم خود برتر بینی، نازی بودن به سرشان بلای آوردگی است که همه عالم زیدشان کردگی است و وقت یک جنگ دوم جهان به میان آوردگی است، تمام عالم با اینها جنگیدگی است. یعنی این خیلی خطر به میان آوردگی است، تمام عالم زیدشان خیزوندگی است، تمام عالم رو. یعنی جنگ دوم جهان با کی؟ با آلمان فاشیستی. برای همین بعد از این تا این حد احتیاط میکنن در قانونهایشان، در رفتارهایشان، تا این حد احتیاط میکنن که یگان نشانی فاشیستی نباشد، یگان نشانی مثلا دیسکریمیناسیون، خود برتر بینی، نازیدن نباشد. ما میبینیم با خطایی که در تاریخ نچندان دور شده گذشتگی است و جبر اون و خطر اون در پوست بدن ملت، حتی تاجیکا هم مثال گریم احساس کردگی هستند،
تقریبا 30% مردای تاجیکستان در اگر خطا نکنم در جنگ دومی جهان مردگی هستند. این با همون خطر با تکرار کرده شده، از تاریخ عبرت گرفتن نیست. چیزی گفتن بدید اکمل. بله امون یعنی استاتистикаи Тоҷикистон дидам, миллати мара яъне 7000 навиштагӣ аст. Баъдан ман авлодҳои худма ҳисоб кардам, яъне хеш табори худмона мо 5000 будаем. Яъне як авлоди ман 5000 будааст. Яъне 2000 дигараш ки будааст? Боқӣ монда Қарлоқ, значит 2000-аш дигарош будааст. Яъне ин бигем яке ҳуввияти мара кам нишон додан, беқадр кардан, яъне аз тарафи бигем ҳукумат сурат мегирад. Ва дуюмин чизе ки болои сари мо мисол гирем ҳамон таҳмил кардани номе ки мо зода бинависем худмона. Охи бародари азизам, яъне худат порс ҳастӣ, боша ту зода бинавис. Қурбони чашмот, ҳеҷ мушкилӣ нест. Аммо ман Қарлуқ ҳастам, чаро ман зода бинависам? خب اگر تو در این دولت صاحبش من باشم و مطرح بگیم خان بنویسم، بگیم قرلوقا خان داشتن، تو میگوی برادر من پارس هستم، من خان نیستم. یا که قلقل بنویسم، مثال گیریم از ما دا آمانقل، سانقل، گویم حتمقل، یعنی که این الوه ها دارد. این قل گفتنی گپ یگان گپی بد نیست. این حاضر که ما در تصورات ما این قول بد میگیریم، یعنی قول گفتنی این یک معنای گویم که نه همون چیزی خدا گفتگی گپ است، یعنی که همون پرد همون بنده خدا، یعنی نه صادق ترین همون انسان ها میشوند همون خیلی، یعنی این معنا را داره. از آزی ما بگیریم تاجیکا را بنویسیم، نمیدونم جمشید قل، فلان قل نامشون نگرفته، یعنی قبول دارن این چیزا. میگن نه تو چیکار کرده ایستونی؟ اما امروز ما ملت هستیم، ما هویت هستیم، ما اصلیت هستیم، ما نامی خدا داریم، نسبی خدا داریم. در حجیت های ما ملتی ما نام و نسبی ما را بنویسین، هیچ مشکلی نداره. برای ما اختیار بتین که ما از خودمون بنویسیم. زاده چرا عرب بیایا برای ما ابن بنتی بنویسه، اوروس بیایا آیویچ ایویچ ویویچ بنویسه، و تو بالاش در بیا ما را زاده بنویس. یعنی این چی که پس که مثال کلگی بالای سر ما ظلم میشه. یعنی ما مجبور هستیم از این بابت دیگر بجنگیم، دیگر علاج نیست. یعنی طلب کنیم حقمونه، یعنی بخوبی نمیشه و گندگی میگذاریم، هیچ مشکل نداره. از اینه که من به هویت زندگی میکنم، برای من مردن افضل تر است. از اونه که مرا هویت من نابود میکنه، یک انسان میاره بالای سری من دل خوشیش بار میکنه، من خدمه حمایت کردن اتونم، مرا مردگیم خوب است از اون. همون ابراهیم بیگ وقتی که میقپن اوروسا میگن که تو میدونی که در روسا زورت نمیرسید؟ میگه بله من میدونم. میگه تو چی بگنی جنگ کردی؟ میگه اون چیزی که شما بالای سری ما بار میکنین، من از او در میدان جنگ مردن ما افضلتر میدونم که فردا تو نام مرا علیش کنی و دل خود چیست بالای سری ما بار کنی. یعنی بس بدگیست دیگر بالای سر دیگر. اگر من همین چیزا بالاتون کنم راضی باشین، اگر ما راضی هستیم، نه که من 100% میدونم که بالای سر شما یک چیزا با مجبور بار کردن راضی نیستیم. یعنی که چیزی که با خودت روانه میبینی با کسی دیگر روانه میبینی. ما بازم میگم هویت سیاسی ما تاجیکیم، نه که هویت ملی داریم و نام نسب خود داریم. در حجیت‌های ما نام نسب و ملت ما نوشته شود. ما در جنگ هم در برتونیم، در تمام چیز. من یک اون شب نوار کردم، طالبا را تشکر کردم. سبب طالبا ملت مرا در افغانستان در پاسپورتشون قرلوق نوشته است. برام نشان دادن قرلوقای افغانستان. ما که یک گروهی که داریم قطعی قرلوقا گپ میزنیم در اروپا بودگی‌ها، بگیم نشان دادن قرلوق نوشته است. من چرا طالب سپاسگزاری نکنم؟
که هویت مرا احترام داره. ولی میگن که طالب فاشیست است، دیگر است. مثلا گریم حالا همین تمام جهان طالبان فشار آورده شده است که شما مثلا گریم همین رفتارهای یک حاکمیتی و این چیزاتون بس کنین و رو به دموکراسی بیارین و زنا به حقوق بدین. خب همین حقوقی که مردم افغان دارد تقریبا شاید 20% مردم تاجیک داشته باشه تو خلاص. خودی تاجیک خودش، حالی دیگر کس نیست. خودی تاجیک خودش در تاجیکستان او قدر آزادی نداره. بله در مردم تاجیکستان همین 20% آزادی افغانستانی در زیر تصرف طالبان نداره. 20% حتی نداره. چرا؟ در افغانستان ما میبینیم بیمالول در تلویزیون ها برآمده حتی همین طالبانی که در دستشون автомат میگردن مردم تنقید میکنن. بله. اگه شما نگاه کنید یک مخالف تاجیک حتی با خویش و تبار در رسیدگیش گپ زده نمیتونه چون که او را ترسوندگی هستند. گپ نمیزنی، گپ زنی آورده محکمت میکنیم. خودت گفتم. درست. گریزه های افغان همش افغانستان رفته میبیاید. درست. گریزه های افغان مردش افغانستان میبرد. افغانستان رفته میبیاید. یگان مشکل ندارن. درست است. تاجیک با یک مادر خودش با پدر خودش که حتی در تاجیکستان نیست شاید در قزاقستان شاید در روسیه است گپ زده نمیتونن. چرا؟ او را ترسونده با تلفن گپ زده نمیتونن. او را ترسونده موندگی. همین یک برادر اهل اویلش یعنی سیدینی سیمیه کرده به اروپا آوردنی بود مادر زنش به امنیت دعوت کرده ترسونده. مادر زنش که اگر یعنی دخترت به پیش دامادت برود بچه تو در سرس مواز بچه تا میبریم محکم میکنیم گفته. اگه مادرش به دامادش زنگ زده گفته است که خواهیتون جدا شویتون نخواهیتون صبر کردون که 1 ساله 10 ساله که همین تاجیکستان تینجا مونه آسایشتگی شد میبینی یک دیگریت میبینی زندگیتون شود شد نباشد من بچه‌م ترمه کنندگی نیستم. جدا شویتون شده دیتون اما بچه‌م ترمه نشود. گفته به دامادش زنگ زده است. ببینید چقدر این چی ظلم است این. انا همین میگن که چی تعقیبی کلکتیوی یک نفره مثل تمام گرد اطرافش کتی گناهگار میکنید. انا همین فاشیستی است. تمامی همون کاچسفی فاشیستی رژیم تاجیکستان دارد. تمامی کاچسفی مثال گریم تعقیبی کلکتیوی وجود دارد. مثلا گریم یک حاکمیتی وجود دارد. های گیتلر مثلا گریم وجود دارد در تاجیکستان. مثلا گریم های پیشوای ملت وجود دارد. مثلا گریم از یک شخصی که اگر همین پارتریتوی کوچنگش گره در کوچه بودگی پارتریتوش گره در خودش هیچ چی نمیموند. از همین پیشوای ملت ساختگی است. همین پارتریتوش از کوچه ها بردارن همون صورتوش گونگ گام میزند هم تو گونگ گام میزند پیشوای ملت خیلی گفتن پیشوای ملت خیلی گفتن نشون میتین همون چو از تلویزیون برداره یا اینکه اسفالت مردم کردگی با چی میگود با تشبوس پیشوای ملت جناب عالی محترم امالی رحمان نگوید اسفالتی که مردم از روسیه از رخت جبینش پول جمع کرده فرستونده است یا مکتب‌هایی که مردم پوشیدگی است یا همون بیمارخانه ها و انشاءات هایی که مردم یا یک تاجر به عرق مهنت عرق جبین خودش پول صرف کرده است اگر همین این چیز برداره در امالی رحمان هیچ نمیمونه و او را با راه فاشیستی توسط فاشیسم از او آدم میسازند. آخر تا کی این خیل میریم؟ تا کی مثلا گریم از یک فاشیست آدم ساخته با تمامی با هم میلش
این مثلا گریم برای اون که همه خیلی آدم چی میگو در صورت آدم بیستاد، همه گپ ها مثلا همه باید دهانش، تمام ملت دهانش بستگی باشد، هیچ کس گپ نزنه، حتی کوچه برآمده هم گپ نزنه، حتی از تاجیکستان برآمده اینو طلب میکنه که از تاجیکستان برآمدی در روسیه هم با قانون تاجیکستان زندگی کنی. مردمی در اروپا بودگی با سیاست تاجیکستان زندگی میکنه. همین فاشیستی چی است؟ همین مثلا گریم من اروپا اومده با سیاست تاجیکستان زندگی میکنه. چیزی که در تاجیکستان سیاست داره، همین چیزی که فاشیست میخواهد، همین امام علی فاشیست میخواهد، خواهشی او است، همین زندگی میکنه، همین خیلی زندگی میکنه. مثلا گریم مادرم در پیش است، با یگان دادر خواهرش گپ نمیزند بیچاره. همین سیاست تاجیکستان در اروپا ایستاده با سیاست تاجیکستان زندگی میکنه. یگان دادر خواهرش دلی گرده نمیکند که اپچه صحتی سلامتی بگوید. همین مادرم یک خواهر تنها دارد، همین عید قربان میشود، عید ماه رمضان میشود، اپچه تبریک گفته نمیتونه در ترسشه، به عید تبریک گفته نمیتونه. نه باشد همین زنک 76 ساله چیکار کرده است به همینو؟ اینا میگن فاشیستی. ولی ملتگرایی این یک همین یک شوخه فاشیسم است. یکی از همین کاچسوهای فاشیسم است. تمامی کاچسوهای فاشیستی در خود گرفتن. این گیتلری تیار شدگی است. چی میگو؟ فیورر. اینو هم فیورر گیتلر میگفتن. در واقع پیشوا هر یک مضمون داره. در اینو فیورر میگفتن، در واقع پیشوا میگن. هر دو یک مضمون دارد. فیورر هم پیشوا است، پیشوا هم پیشوا است. تمام پیشوا بنویسی ترجمه کنی، پیشوا بنویسی ترجمه کنی فیورر میشه. فیورر به تاجیکی ترجمه کنی پیشوا میشه. همین ما یک گیتلر ساخته، از یک گیتلر ساخته تاریخ برای ما چی نیست؟ عبرت نیست. میخوایم در چی میگیم؟ در زیر نفوذ یک گیتلر زندگی کنیم. عجب همین در گرد امام علی رحمانوف بودگی ها، عجب آدمایی هستید. گیتلر دوست داره. اکمل یگان علاوه دارید؟ بله، باید ما مقایسه کنیم همون مردمی که طالب‌ها را فاشیست میگوین و نمیدونم. بله، من اقرار میشم طالب‌ها شاید درباره سیاست نه اونقدر گویم که همون جهانبینی سیاسیشون وسیع‌تر باشه، از بس که اونا بیشتر از نگاه گویم که دین مبین اسلام حرکت میکنن. مثال اشتباه دارن این چیزا، مثال از اونم برآمده میرون، کم کم سخت‌تر میرون. مثال گیریم این یکی از همون بگیم که نداشتن یک حیات بیچاره از این طرف سر میشوند، قفس بین کوه موندگی همون سربازها، اگه بالاترش بسواد است سربازاش کم کم کوچه‌ها در بعضی خطاگی در راه میتن. یکی مردم مقایسه کنه طالب و امام علی رحمه حکومت امام علی را. مخالف طالب آمده است در اروپا، باز بر میگرده میتونه میرود وطنش، با میآید طالب را هیچی نمیگه. یا که یگان تای همون پدر مادر شد، ما ندیدیم که طالب گرفته برده بگیم که بچه تا بگو خب کنه در اروپا، گفته شکنجه کدگی نیست. یعنی عدالتی بین طالب و بین امام علی رحمه بگیریم، از طالب در فاشیست امام علی هست. فقط ما یک چیز داریم که اونم یک مکتب نیم ساخته روسی، اگه طالب این چیزا اجازت نداده ایستاده است، اما بگیم که همون دختر درس نخونم. یعنی اونم از نگاه همون عقیده بگیم که دینی و بود فهمیشای خداشونه، تنها همین چیز دیگر باقی موندهش دموکراتیا در اوجه است. امروز من شبش همون یک قماندانی بزرگی طالب قلق بود است و بچه های قلق سعیدینیت کردن، اون روز قطیش صحبت کردم. قطیر یک قماندان است، بچه های بسواد است، قرلوغ است،
همون جوان مرا میگه که مرا قرلوقی ما این طالب در میگه تذکرم نوشتگی است акмал مرد тамошобино гуфте шуданд ки овозтон эхо дода шудааст ягон ютубтон мондаги нест نه از من هیچی موندگی نیست чӣ мехел боша من هم اول گفتم که صدای من در دوباره میوید گفتم чӣ мехел бошад дармон хеле хуб аст ягон хеле эхо ягон чиз надорад نمیفهمم ҳайрон мондам انا که خودی مردم ما مقایسه کنه فاشیست کیست طالب یا که امام علی رحمان که یک انسان برای سخن آزاد یا یک دانه لایک در 5 سال میرود زندان میشود و طالب رو پروش ایستاده آشکار گپ میزنن کمبودیش هم میگن در افیرها برآمده دشنام هم میکنن بحث هم میشود در تلویزیون ها هم و در داخل خود افغانستان 10 تلویزیونی مخالفت با همون رژیم ها بگیم اینا کار میکنن هیچ گویم که از شما بود از شما میکروفون اکشن نمیشید از آواز دوباره یعنی هیچ گویم که مشکل نداره کی فاشیست است در جای امام علی سیستم ساختار امام علی فاشیست است یا ساختار طالب در کجا ما بیشتر آزادی میبینیم شب یکی از همون 2 شب پیش با قمانداناش صحبت کردم وقتی من گفتم میگه من طالب در تذکرم قرلوق نوشتگی است که من 1000 ساله آرمانم است اجدادم چی با من در باری طالب راست نباشم راست میگه من گفتم که منم راست هستم در خیلی حالت مرم هویت ما قبول کنه راست هستم این چی مشکلی داره یعنی که تاجیکستان اگر که بین ما دوستی میخواست یعنی این چیزا باید کنه هویت ها را قبول کنه ما هم در بار دیگر برای تاجیکستان هستیم جنگ باشه جنگش میکنیم خوبیش در خوبی گندگیش در گندگی قرغیز قطعی تاجیکستان بیناشون جنگ شد سربازا قلق هم در اونجا هست یعنی ما با خون با قرغیز نزدیک هستیم با تمدن با قرغیز نزدیک هستیم اما برای تاجیکستان ما رفتیم سربازای ما با قرغیز جنگیدن شما فکر میکنید در اونجا قلقا نبودن ما با همخونی خدمان برای سرزمین تاجیکستان رفتیم جنگیدیم اون خونی ما هست زبان من یک است تمدن من یک است خون من یک است اما ما برای تاجیکستان وطن سربازای ما من دهاش میدونم قلقایی که در حربی هستن رفتن جنگیدن یعنی که ما سیاسی تاجیک هستیم تنها هویت ما را وقتی قبول نمیکنن دیگر ما همین با خلاصه اومدیم که یا قبول میکنیم یک جا ما هم فرهنگ تمدن رفت میکنیم یا نباشه برادرای عزیز دیگه ما قطعیتون نیستیم همین دشمن میخواین ما را بخونین خواندن بگیرین از ده سری 1000 ساله ها ما را دشمن میخونین هیچ مشکل نداره ایستش هم دیگه خواندن بگیرین ببینید همین بدخشان 40% جغرافیای تاجیکستان را تشکیل میکنه یک ولایت تقریبا نیمی تاجیکستان است تقریبا با 200,000 اهالی 250 300,000 از 200,000 تا 300,000 تاجیکستان زیاد کرده نشون میده بگذار گفتم 300,000 با 300,000 اهالی 40% اهالی 40% جغرافیای تاجیکستان را تشکیل میکنه از 300,000 اگر اهالی بدخشان در 40% جغرافیای تاجیکستان زندگی کند 9,700,000 در 60%. شما اهالی نیمی تاجیکستان بولاش فشار میبرید احمقانه ابلهانه نیست اون چنان فشار میبرید به زبانش فشار میبرید به اندیشه‌اش فشار میبرید اونقدر فشار با مایلش فشار به ملال لشکر میکشند بر ضد ما همین در یگان کشور دنیا دیدید که بر علیه یک دهه از حکومت مرکزی برند لشکر کشند به یک ولایت دوردست از چند عقبه مثال گیریم از چند عقبه چی ها را گذرانده سلاح‌های جنگی را گذرانده
از حکومت مرکزی برده علیهش لشکر کشه. در کجای دنیا دیده میرو؟ علیه یک دیه های مخصوص، علیه یک جماعت لشکر کشی بروی 20 نفر 30 نفرشه به یک بارگی 50 نفرشه یا 200 نفرشه بکشی. خیلی عاقبت های بد داره دی. خیلی عاقبت های بد داره. ای دل جگرم میسوزد. خب من یک چیز شدم به تاجیکستان رفتن نتونستم، همینجوره پوسیده مرده برفتم، لیکن اقلا همین در داخل تاجیکستان بودگیه اقلا به قدرش برستون. در داخل تاجیکستان بودگیه وقت همین به خودتون موند. حالا همین شب روسا به کامپر، به چول کامپر، به همین اینولیدهای، به طلبه های مکتب، همین دانشجو، همین تقریبا یک 300,000 چیهای پرسنلی کوری مقامات های دولتی موندگی هستیتون. معلومی این خیلی چیز خوب. فرض کردیم همین رو برداشتیم کی داره، به کی حکومت داری میکنین شما؟ این قرلوق باید سرکوب شود، این بدخشانی، این عشق مثلا این یزغلامی باید سرکوب شود. هم یزغلام بر 20 نفرش یک اپتون بر برده مخم کن، 2-3 نفرش در بینشون کش، ترم زندان شد در زندان بکش. چی گپ است؟ شما از زندان خوجان تا به زندان دوشنبه بردنه 25 نفره بکشید. خیب خورده میود، زر خورده میود. در داخل همین تاجیکستان نه چنون نشون میدهند که میبخشید. همین موضوع هم همین است. ببینید اکبر تاجیکستان این بدبختا چنون نشون میدهند که یک کشور چیکاگوی آمریکا است. یک کشور کریمینالی گذشته برافتگی، از چیکار گذشته برافتگی، سری خونه همه کریمینال همین خیلی نشون میدهند. نخود هر سال همین در یکم کشور کریمینالی هم همین چیز نمیشود. همین کجا شونده شده که هر سال 1 سال 2 سال به یک بار 15-20 نفر در داخل تورمه کشته شود، بمباردورات مردم در داخل تورمه با اونجا مجبور شوند که با اونجا زده چو درویان بکشانشون، کلشون بگیرن. زمان پابلو اسکوبار این قدر کریمینالو نبودن. نبود. مثلا چی گپ است خودش؟ 1-2 نفر در اومدن همینو گوش کنیم. حادثه شما ویدیوتون میکشید، ویدیوتون خاموش کنید، بعد من شما بالا بردارم. حادثه یو خوجه بودن، خوجه گپ زنید. خوجه گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید پرسیدنی بودم از سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. من نمیشنوید؟ از اکوی اکمال استانه پرسیدنی بودم که من bayrakشون موندن، وظیفهشون به آینده در کجا میمونن؟ فهمیدید اکمال؟ یوتیوب خاموش کنید. خوجه یوتیوب خاموش کنید، فقط به استریمیت گپ زنید. اکمال به شما سوال دادن که bayrak اوز در پیش تو موندگی موضوع تاجیکستان رو در کجا میمونید bayrak؟ در خونم. خونم دست. هموطن گپ زنید، هموطن. توقیف داشتم در خونه شما نمیمونم، در خونه خودم. و علیکم السلام و رحمت الله. همین خدا رحمتی رحمان نبی چی گناه داشتی اون را از سر قدرت دور کرده؟ همین من چی گناه کردم که به شما من گناهگار بکنید که من رحمان نبی از حکومت دور کردگیم؟ من همون حرکت های شما را در نظر دارم. نمیدونم من چی گناه کرده است، لیکن یک تاریخ است. همون تاریخ
برمیگردیم به اون گفته‌های شما تاریخ. ام. امروز رحمان نبیوف نگذاشتید که حزب دموکراتی، حزب نهضت اسلام، لعل بدخشان با کدام چی دیگه بود رستاخیز به همون شخصیت شما نگذاشتید که یک سال اقلا دولتداری کنه و نتیجه را ما ببینیم که ما به کجا رفته ایستاده ایم. آوردید این دیکتاتور رو با شرافت محض شما، این دیکتاتور امروزه به سر حکومت است. این دیکتاتور است، این جای بحث نیست که دیکتاتور است. این اعتراف شده است در تمام جهان، بجز تاجیکستان دیگر در تمام جهان اعتراف شده است که بعد از روسیه و 4 دولت مشترک المنافع دیگر در تمام دنیا دیکتاتور اعتراف شده است. ولی من حیرانم همون چخیل همون شما در یو نشستگی و همون دولت های مترقی پیشرفته دموکراتی همین دیکتاتور رو باز قبول میکنن، پیشواز میگیرن، با او قراردادها امضا میکنن و امروز وطندار من آمده است با سبب یک دیکتاتور ملت هم رو نمیدونم چی نمبر بگیر. سبب رحمان نبیوف رو برای چی است قدرت دور کردید؟ سببش آمد که امروز ما صاحب دیکتاتور هستیم ها یا نه؟ نفهمیدم سوالتونه. سوال همین است که چرا شما ضربه رو از پشت یک دیکتاتور به ملت میزنید؟ این بحث نیست، این جای بحث نیست. شما سوال من به جواب نمیگوید که چرا نبیوف رو حزب نهضت اسلامی شما که امروز داد و فغان از ملت میکنید چرا دور کردید؟ چرا دیکتاتور را سر قدرت آوردید؟ چرا با این دیکتاتور گفت و شنید کردید، برنامه ها امضا کردید، این را راضی شدید که مهلت دوم را کانستیتوسیون را تغییر دهد، از 5 ساله 7 ساله کند؟ شما کردید. امروز ملت را فاشیست میبرید. شما فاشیست با رحمانتون، با رحمان امام علیتون شما فاشیست هستید. همین شما که رحمان را شما آورده اید و امروز خودتون را نمایندگان ملت مخالفین گفته داد و فغان میکنید، ملت رو محاکمه میکنید که در تاجیکستان فاشیسم است. شما شرم نمیدارید؟ انصاف ایمان دارید؟ رفته همون پدرتون رو که آوردید به سر حکومت رحمان دیکتاتور رو به همون گوید که تو دیکتاتور فاشیست هستی، ملت فاشیست نیست. شما رو من روز از روز میبینم که شما یک پرابلم های رو، یک موضوع های میبرید که دیکتاتور جدا تو ملت جدا و دیکتاتور چنین گناه دارد و این به واسطه دخل دارد به ملت من، به سرزمین من، به خلق من. این رفیق برادری در نزد شما نشستگی مصرف را انکار میکند. مصرف یگان چیز از دهانش بافته نشده است دلیل کتاب فرمانهای NKVD، فرمانهای سابق راهبریت شوروی را دلیل میارد. فلان فرمان فلان جا چخیل تقسیم کرده شود، چخیل عمل کرده شود، فقط او دلیل از ارشیو اتحاد شوروی میبیارد. این نفر در اینجا نشسته بحث میکند که رحیم مصرف دروغ میگوید. چرا رحیم مصرف را دیگر نمایندگان، دیگر دانشمندان ساحه تاریخ این کار نکردند؟ این برادر اینستیتوت سند خواندگی دمرهش در دستش میخواهد که رحیم مصرف را این کار کند. انصاف و ایمان شما از کجاست؟ از چی شما گپ میزنید؟ از کدام حقیقت گپ میزنید؟ از چی؟ رحمانوف را برای چی نابود کردید؟ از سر حکومت دور کرده شما. رحمان نبیوف را من نظر دارم. برای چی؟ دلیل بیارید. برای چی؟ برای که میخواهید سر حکومت بیایید ولی برادر نتوانید. یک سوال 10 بار گفته استاد، همین تکرار. من همین سوال جواب نگرفتم، برای همین گفته استادم. اگر ما جواب جواب به همین سوال ما جواب بدیم برادر عزیزم. نگاه مالش اکمال نگاه کنید. شما با آدم نوبت گپ زدن نمیتید. اینجا من مجری برنامه از دست شما گپ گرفته گپ زدن نمیتونم. یک تا سوال تکرار کردن گرفته شده، تکرار کردن گرفته شده، حق جواب دادن نمیتید. بو میگید که همین سوالا من جواب نگرفتم. اکمال گپ زدن درباره رحیم مصرف بگیم، رحیم مصرف واقعا بگیم آدمی بود که آدم عالم است، ایرا این کار نمیکنیم، اما
хусусан барои ҳамин мардума травит кардан баъзе гапҳое мегӯем ки зидди туркҳо бисёр гуфтагӣ аст. назар гирифтагӣ нест ки дар Тоҷикистон туркҳо ҳам зиндагӣ мекунанд, яъне мо қарлуғо. Хусусан як наворе дорад, дар ҳамин оддитарин ки ҷавоби шумо мешава ҳамун навор. Бибинед вақте мега турка бибина, яъне ки аҳволи якдигара намепурса, мега как ваше здоровье баррани, мега ӯ мега ҳичи надоштан, ӯ юрта доштан. бародари азизам, мо туркҳо зиёда аз 100 та давлат дорем сохтагӣ, 10 та империя сохтагием ки империяи бузурге ки то Ҳинду, Чину, то Эрону яъне ки ҳукмронӣ кардагӣ. Агар як инсони танҳо аз пишти гӯспан будагӣ инсон иқадар давлатҳо сохта наметавонад. Ман шоҳигариҳои майда-майдаву 20 солу 15 сол ҳукумат кардагиёша намегӯм. ман империяша мегӯм. 10 та империяи бузурге сохтагӣ аст ки ҷаҳона идора кардагӣ аст. ин давлатҳое ки гӯем ки бузург 100 та давлат сохтагӣ аст турк. дар ҳамин 1500 сол 100 давлат сохтагӣ аст. 10 империяи бузург. Раҳим Асад мегӯяд ки ӯ как ваше здоровье баррани мегуфт, ӯ ҳичи надоштан, ӯ зависими аз мо будан, мо нон медодем мехӯрдан, лекин мо аз уно зависими набудем. яъне як олим ба кадом калаи гапа мегӯяд, ба кадом далели гапа мегӯяд. تشکر اکمال. حالا مسئله رحمان نبیف شما رحمان نبیف جواب دید. مسئله رحمان نبیف حقخانی همین مردک پرو است. همین مردک درست میگوید. همین ملا عبدالغفار بود که بود و همین چیزهای روسیه فروخته بشود. حقخانی همین از به فکرم نهضتی هم بودگی از جانب روسیه اداره می شود، خودش نهضتی می گفتگی و همون طبق سیاست روسیه طبق معلوماتی که من مثلا گریم دارم میرد رحمان نبیفه چی میکنه این اکای گرومی این به نهضت چی ربط ندارد. این حالی هم مثلا گریم خو از داخل دل خو گروه دل خو حزب ده ها نمید آدم دریافت میکنید. اینش بکی کار کرده ایستوده است و ایش بکی کار کرده ایستوده است. بازور پیدا میکنید. حاضرم این همین نهضت ایستودم خواهد گروهی 24 یا این مسئله به خیلی گروه بسیار سخت میستد. مثلا گریم عادی ترین چیزه بیند بینیویت سخت میگیرد. لیکن یگان حزب یگان گروه از این مسئله زسترخوان نیست. ده که مثال گریم یک کس برود حالا همین بچه ها گفتن اومده مثلا گریم توی رئیس نباش، برای مثال گریم پیمان ملی میبیم توی رئیس نباش، من باشم فلان کشور با من فلان پول میتید میریم تاجیکستان زده میگیریم یا که برای برزدی تاجیکستان هجوم کردن مثال گریم به ما کمک میکند. این خیلی گپ کار یگان کشور دنیا یگان حزب سیاسیش زسترخوان نه. واقعا این مسئله شما پراو لیکن او پلانی روسیه بدگی همون قوه‌ای که به سنگک سفارف کار میکرد به رحمان به امام علی رحمان کار میکرد رحمان نبیف خالی کرده برده مثلا گریم استعفاش امضاش گرفته برده امام علی رحمان یک دیرکتور کالخوزی یک ماه دوم رئیس ولایت شدگی برده مثلا گریم رئیس شورای عالی کرد. هر دوشون هم چیاشون یعنی کارفرماهاشون یک تا بود. هر دوشون این مسئله یگون مخالفت به شما ندارم، درست است لیکن به نهضت هیچ ربط ندارد، به شخص ربط دارد. انمون شخص انمون ملا عبدالغفار بود چی بود به انمون آدم ربط دارد، به نهضت این ربط ندارد. این خیلی خطا. واقعا او در جنگ‌های در زمان جنگ شهروندی خیلی زیاد شده است. من دیگه این مسئله چیزی گفتنی ندارم. چون اگر مثلا گریم شما باز دانستان میخواهید که چرا او آدم همین کار کرد، شما اگه من هیچی نمیگم این خیلی شاید چند چیز گفتم که خود سفید کنی کرده ایستاد از گید همون زمان تاریخش همین مسئله های رحمان نبیف امضا کردنش و اینهای چند تا تاریخ ها نوشته شده است. همین تاریخ های
یعنی الटरनेटिव نه یک دوسیه نمیشه جمع کرده خونه داری خلاصات ما از گپوی اخیرگی زدگیتون اول زدگیتون خیلی گپوی انجام منجا یک پو در هوا در آسمون بود این سوال دادگیتون بجا است من قبول دارم لیکن از شما خواهش میکنم که اگر تاریخ خونه اونا کی استفاده بردگی درک میکنید که گپ در بجا است سلامت باشید اکمال تشکر زیاد به شما اگر یگون الوه دیگر داشته باشید دای برادر بفرمایید نه خودتون یگون چیزی دیگر داشته این برادر به ما سه بار سخن دادم یعنی جنبش میکنیم آخر سخن گفت بله برادرای عزیز و هموطنای گرامی چی تاجیک چی لقای چی قلب چی قطغن و چی انسانهایی که بگیم مردم پامیر است خود هم که هویتش پامیر میدونه هر انسانی که هویتش هر چی دونه و این هویت ما هویت ملی ما هست و هویت سیاسی ما این تاجیکستان است یعنی تاجیک بدن است ما همه وقت باید هویت سیاسی تاجیکی داشته باشیم در هر جا اما هویت ملی باید زیر پا نشود یعنی این سخنهایی که من در اینجا در برنامه شما برآمدم گفتم این یگان نالش کردن من یا در جلس گفتم روسا دوید میکنن میگن که این نیست من این عادت ندارم که یک انسان در جلس بقطعم خیلی حق شهروندی بله من خیلی حق چی ندارم یعنی عادت ندارم من همچون مردگی گپ گفته ایستادم ما این مسئله را وقتش آمده است که حل کنیم چه اگر با گروه های سیاسی چه حال امروز حال خپ است اما من معلومات دارم که یعنی لقای ها نیست در اونجا کلتت های و دیگر قبیله هایی که هستن اونا هم گویم که ناراضی هستن از این چیز اما شاید میترسن یا یگون وقت ساعتش میاد که او هم نمیترسن وقت ساعتش میاد که او هم میبروین یعنی همین چیز ما ما مسئله بحث نمانیم بشینیم حل کنیم یکدیگر حرمت اعترافمون به کله بگیریم یعنی شما مجبوری دیگر یک هویت یک روحیت نابود کرده نمیتونید و من هم مجبوری یک هویت یک روحیت نابود کرده نمیتونم من کسی را زوره نمیکنم که مرا قبول کنه من در موبایل میمونم ریشت که پخراشو میری پاپلافون خلاص من هم خیلی آدم است یعنی من در خدم و در قلقام باوری دارم من به هویت زیر کس مردن قبول ندارم من دوستی را قبول دارم برادری را قبول دارم برابری را قبول دارم این خیلی نیست که من گوره کنم برادر خیلی ما هم انسان هستیم نه ما کنکریت نه انسان هستیم ما کنکریت نه هویت هستیم ما شما را قبول داریم شما نیز ما را قبول داریم ما در همه جا در برتون هستیم ما نمیگیم که در مشکلی های ما در بری ما بستین نبستین نمیخواین نبستین ما خودمون حل میکنیم ما نیاز با یگان یاردم نداریم با کسی یگان یاردم نمیطلبیم ما میگیم برادر همین مسئله را وقتش هست که ما با خوبی حل کنیم نه تنها ما را دیگر هویت های تاجیکستان است وقتی بشینیم و گپ زنیم گوییم که برادران ما هویت سیاسی تاجیکی داشته باشه یک کنستیتوسیایی مهمی دولت داریم و کنستیتوسیایی که داخلی یعنی فرهنگی انسان را نباید بالا دخالت کنند سرقانون تاجیکستان برای که تصمیم بگیره در فرهنگ مدنیتی ملت خلق تاجیک تغری نمیگیره برای هر یک تایما مدنیت فرهنگ تمدن شیشت خیزت خدمونه داره یعنی اینه میره وقت شما دست که ما حل کنیم اگر ما ایره امروز با خوبی حل کرده نتونستیم دوستی قطعی حل کرده نتونستیم سر میز حل کرده نتونستیم ما 100% باوری دارم که روزش میشه فرزندهای ما اگر ما هم نتونیم یعنی بخون حل میکنیم چیز ما نمونیم که همون چیزی که آینده این مسئله را بخون حل شود
برای که ما هم انسان هستیم، شما هم انسان هستیم. نشود که شما ما را زیر پا کنیم. تشکر زیاد برادر اکمل. سپاس برای زنده شما. باشید، سلامت باشید. تشکر که حتی بعد از کار هم فرصت یافتید، با طول 2 ساعت می شود با ما صحبت راستی دارید. سپاس برای شما که یعنی تشکر. برنامه خود به خاطر وقتی من کردیم. من از همین فرصت استفاده برده از کل دوستایی که برنامه‌ها سیرات میکنن در خدمتشون هم چون یک مهمان که صحبت کنم. من بیشتر از اونا معذرت میخوام، من اومده نمیتونم از بس که وقتی من همیشه میگم که همین وقت چه من میتونم اومدم، اونا تغییر داده نمیتونم برنامه را، برای همون رفتن نمیتونم. بسیار معذرت اگر در کدام دوستو اگر نرفته باشم برنامه‌اش. حتما کوشش میکنم اگر وقتمون مثل یکای شوکت اگر ما مناسب کنیم بگیم که زنده کوشش باشید. میکنیم که صحبت کنیم. تاجیکستانی عزیزی، ما و شما باید گلگل شکوفان باشه. ما همه وقت آرزوی پیشروی یک وطن عزیز میخواهیم ببینیم. زنده باشید. تشکر زیاد برادر عزیز. سلامت باشید. سلامت باشین. جهانی سپاس برای زنده تکلیفاتون. باشید. تشکر. تشکر به برادر اکمل که یک شخصی که روزانه کار میکنند و در کار هستند. گفتن که روز سه شنبه نمیتونم، من فقط روز پنج شنبه میتونم، چون من دیدم که یک برنامه تلویزیونی نه که یا مثلا منظم برنامه داشته که باشه، ستکه بشنده هم پیشتکی معلوم کرده شده که باشه. این خیلی برای همین روز سه شنبه شود چی روز پنج شنبه شود چی گفتم بگذار با اشتراک همین نفرهای باشد که از زبان خودشان ملت بشنود که اینها چی میخوانده. برای همین دوستان عزیز، این حکومت به منفعت خودش تا روزی که هست همون برای بقای خودش، بقای عمر خودش هر نیرنگوی به میان میبرد و ما رو به همدیگر میشورونه. چی میگود رازدلیای ولست وی گفته همه این قوم، این قرلوق، این قبچاق، این کلماق، این لولی، این جوگی، این تاجیک، این ازبک، این قرغز میگود، این بدخشانی، این شغنانی، این یغنوبی، این وخانی، این اشقاشمی، همه را جدا میکند از همدیگریش. چون ملت واحد این خیل فیورر داشته نمیتونده. این خیل به این فیورر یا پیشوای ملت این خیلی گفته نمیگردد. ملت واحد به این طاقت هم نمیکنه، حرام خم نمیکنه ملت واحد. برای اینکه ما ملت واحد نداشته که باشیم، همین قبیله به قبیله یک نفر پیشوا بی گفته گرده، همین خیلی موی تقسیم کردگی است. با یک دیگر رو میشوروند. این ازبک گفته گم میزنیم، این ترک گفته گم میزنیم، این خلوق میگیم، این قلیماق میگیم، این قبچاق میگیم. بر ضد یک دیگرمون شوریده، جنگ کرده، حق و حقارت کرده یک دیگرمون میگرد. این آینده ملت برهم میدهد، خیلی خطرناک است. ملتگرایی در حد خودش بگذار باشد، لیکن به فاشیسم نرسد. ملتگرایی این است که من همین خیل ملتم، همین خیل تاریخ دارم، همین خیل تمدن دارم، همین خیل فرهنگ دارم، همین خیل زبان دارم، همین خیل حرف دارم، همین خیل کتاب دارم. درست است، لیکن من از وای بهترم، من از وای بالایم، این گبر نمیرد. حتی الله میگه که این اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. در دیگر جو قرآن میگوید که ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی بنی آدم کافر دارد، مسلمان دارد، قبچاق دارد، قلیماق دارد، ازبک دارد، تاجیک دارد، عرقخور دارد، الکش دارد، بانگی دارد، مثلا گرین بومش دارد،
نمیس دارد، همشه دارد. زن دارد، مرد دارد، کودک دارد، جوان دارد، همشه دارد بنی آدم. خداوند میگه ولقد کرمنا بنی آدم. من به فرزندان آدم علیه السلام کرامت قائل هستم، احترام قائل هستم. خداوند به خداوندیش، به تمام همین جلالت و بزرگیش میگوید که من به فرزندان آدم نو بس از اون که اون تاجیک است، قپچاق است، قلیماق است، خریستین است، مسلمان است، یهودی است، الکش است، فاسق است، بنماز است، بنماز است، احترام قائل هستم. اما این اکرمکم عند الله اتقاکم. در این دنیا به همه احترام قائل است، لیکن محترمترین شما بین شما از خدا ترسترین شماست. این گونه جدا میکند خداوند. ولی با احترامترین شما در نزد خداوند گرامی ترین شما همانهایی هستند که بیشتر تقوا دارند، یعنی بیشتر از خدا میترسند، حلال را حلال میدونن، حرام را حرام میدونن، از من کرده های خداوند پرهیز میکنن، به تشویق کرده های خداوند رو میبیارن، به کسی ظلم نمیکنن، عدالت رو جاری میکنن، حق کسی رو نمیخورن، مال یتیم نمیخورن، حق همسایه نمیخورن، همه حق ها رو رعایت میکنن. همین است تقوا. انا برای همین برادران عزیز بنی آدم باشیم. برای همین که گفتگی هستند برنگی محمد اقبال لاهوری میگوید که برنگی احمر و خون و رگ و پوست عرب نازد اگر ترک عرب کن. ببینید اگر حتی عرب، من از اولاد همزبون پیغمبر، من از دیار پیغمبر گفته نوزد، ترک عرب کن. اینقدر همین خیلی گفتگی هستیم که همین بیچاره عربو خودش ترک کرده است. ما باشیم در این احوال. سلامت و سربلند و پیروز باشید دوستان عزیز. فکر میکنم این موضوع خیلی نازک است و بررسی کردن این موضوع هم خیلی نزاکت خود دارد. خیلی احتیاط کردن و با احتیاط گپ زدن، با احتیاط رفتار کردن طلب میکند. برای همین شاید در رفت برنامه به یگان خطاگیر راه داده باشیم، یگان حرفی نادرست گفته باشیم، از هر یک شما معذرت میخواهم. و اما با این امیدم که این موضوع خیلی موضوع مهم است. حتما کسانی که در رژیم کمک میکنید، کار میکنید و در اطراف امام علی رحمان هستید، این پیام ما را از دل جگری ما به امام علی رحمان، به رژیم برسونید. آدم شدنی است، او پلکت و لکت کتی آدم نشود. آدم شدنی است همین مسئله های حل کنه، همه اطرافش جمع بشوند. آدمگری میخواهد آدم شود. او پلکتاش، او صورتهای سری کوچه زدگیش، او کلیچکه های بالا خانه دارش هیچی فایدهش ندارد. تا رفت نامش بد میکند، در تاریخ بدنام میماند. سلامت باشید. با شما بودم شوکت محمد. تا برنامه های دیگر یک شما به الله میسپارم. خدا حافظ.